بالاخره به مصر، به شام، به عراق، به ری، به خراسان از همه علما استفاده کردند و علمای سلف همه همچنین بودند. برای همین طالب علم باید یک کمی حرکت به نزد دیگر علما بکند و این دلالت میکند که علم را در نزد علما میگیری، علم را به رحلت میگیری، علم را به آموزش میگیری. و این چون محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله از همین منهج خستند، به مدینه رفتند، در مدینه از علمای اهل مدینه گرفتند و به مکه رفتند، از علمای اهل مکه آموختند و در این سن جوانی محمد ابن عبدالوهاب این منطقه در زیر حکومت دولت عثمانی بود و به عراق رفتند و بعض از علما به شام هم میگن و قسمی از علما میگن که ثابت نیست به شام رفتنشون و بالاخره گشتند آمدند و مردم را به توحید دعوت کردند که بسیاری مردم از قبیله خودشون مخالفشون بر آمدند. بالاخره از اینجا فرار کردند و یکی از قبیله های دیگری خودشون مخالفشون بر آمدند. بالاخره از اینجا فرار کردند و یکی از رئیسش پیشوایش دعوتی شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب را قبول کرد، محمد ابن سعود. این دو نفر یک جایه با قرآن و با سنت و با لشکر و با قوت انا همین عقیده صحیح و ناب را نصرت دادند و در طول عمرشون که خیلی عمر طولانی هست که تقریبا 90 سال است، 91 و غیره، خیلی خدمت بزرگی را انجام دادند، توحید را ظاهر کردند، کتاب های خیلی زیادی نوشتند، کتاب های علما را بسیار از کتاب ها را مختصر کردند و حالت امت را فهمیدند که امت در یک حالت ضعف اعتقادی قرار دارد، از عقیده صحیح دور شده، به دیگر چیزها مشغول است. برای این کتاب ها و رساله هاشون را مختصر، ساده فهم، عادی فهم نوشتند، کوتاه همه میتونن فهمند و کتابشون را، تمام کتاب های عقیده را به منهج سلف صالح نوشتند و خالی از کلام نوشتند. علم کلام یعنی علم مرگ، علم فساد، علمی که تبر بریشه اسلام زد. این علم کلام است، فلسفه، منطق، کلام، که سردار بزرگان علم کلام، علمای از همه بزرگ علم کلام به کجا میگردد؟ به یونان میگردد، ارسطو، افلاطون. تا زمان محمد ابن عبدالوهاب که تقریبا 300 سال پیش وفات کردند، علمای اشعری، ماتریدی و دیگر فرقه ها، معتزله و کلابی، چقدر این دینی ناب را، قیم را، اسلام را، توحیدش را که اساس ریشه این دین است، اصل این دین است، سبحان الله، به نابودی کشیدند. توحید را کلام گفتند. کتاب هایشان را میبینی پر از گپ های خرافات است، پر از سخن پوچ است. آیتی از قرآن دیده نمیشود، حدیث دیده نمیشود، حجت نیست، فقط فکر این فکر آن. بالاخره آهسته آهسته این کلامی ها رفته دین اسلام را فقط به سخن های افلاطون و به سخن ارسطو و به سخن ابن سینا و اینا دارند شرح میدهند. اعوذ بالله. لیکن محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله یک چشمه دیگری که از چشمه سلف است، یک نعمت الله در این روی زمین بود که الله او را به این سرزمین فرستاد که تا روز قیامت شاگردانش این کتابهایش را میبینند، میخونند، شرح میدهند. آمد و باز یک بار دیگر امت را به منهج سلف کشید. فراموش کرده بودن امت قرآن و سنت به فهم سلفی این امت را، به علم کلام داده شده بودند. فرقه ها گوناگون، شرک و کفر همه جا منتشر و علی خصوص در منطقه خود سرزمین محمد ابن عبدالوهاب که نجد است. محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله آمدند، سختترین مبارزهشون را به شرک و کفر کردند. به شرک در زمان محمد ابن عبدالوهاب زنها وقتی که میخواستند که فرزنددار شوند یا میخواستند که شوهر بکنند و شوهر کردن تأخیر کرده باشند، به درخت خرما گیردش دور میزدند، میگفتند که ای خرما یا نخل یا نخیل یا غیره، به من زن بده، به من شوهر بده. مردها زنها درخت پرست، قبر پرست، مزار پرست، اولیاء پرست الله فراموش کرده بودند.
از جانب دیگر علمایشان باشد، علما این چیزها را فتوا میدادند. استغاثه طلب کمک کردن از غیر الله جایز است، میگفت وسیله است، بک ندارد. قبوری های امروز صوفی های قبوری عیناً همین عقیده، فقها حنبلی، عقیدتا قبوری. سبب چی؟ سبب صوفی است. و بعد از این الله المستعان عقیده رو از علم کلام میگرفتن. کلام فلسفه منطق که بالاخره به همین سبب گمراه شد. محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله همه این کار کردن و رساله هایی که در باب عقیده نوشتن مختصر، مفید و مغزی سخنی لازمی گفته شده است که در اساس قرآن و سنت با فهم سلف این امت است. علم کلام وجود ندارد، سفسطه، منطق، فلسفه وجود ندارد. دین ما از کلام نیست. علم کلام علم حرام است. آموختن علم کلام را همه علما حرام کردن. به خصوص مذهب حنفی را نظر بکنید. ابو حنیفه شاگردشون ابو یوسف یعقوب، من میگم من طلب علم بکلام فقط جهل. هر کسی که علم اسلام را به واسطه علم کلام می‌آموزد به تحقیق جاهل شده است. به تحقیق جاهل شده است. پس محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله مجدد دین گفته میشد. مجدد دین شیخی که آمدند دین را از نو یک مراتبه دیگر زنده کردند. همون دین اسلامی که مردم فراموش کرده بودند، همون دین اسلامی که مردم فهمش را خطا کرده بودند، توحید را ترک کرده به علم کلام رفته بودند، یکتا پرستی را ترک کرده به قبر پرستی رفته بودند، و شرک و کفر و خرافات و بدعت و ضلالت رفته بودند و همین را با دین میگفتند، همین اسلام فکر میکردند. مثل امروز صوفی ها کفر شرک میکنند، همین دین است میگن. به خودشون دلیل دارند، دلیلشون قصه، افسانه بافی، قرآن و سنت بالکل فراموش کردند. شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب علامه رحمه الله تعالی آمدند قرآن فراموش شده را زنده کرده، بار دیگر به مردم فهمانیدند، هم علما، هم اعتقادا، هم عملا، هم سخنا، هم دعوتا، هم تطبیقا. سنت را به فهم سلف صالح. زندگی شیخ الاسلام این خود زندگیشون یک خاک بروی قبوری ها است. از تمامی ببینید زندگیشون تطبیق حکم الله، یکتا پرستی، خار و ذلیل کردن شرک و نابود کردن طاغوت پرستی و طاغوت ها. الله اکبر. این است یک علما، یک جوانی که در سن جوانی با آموختن شروع کرد، قلبش پر از محبت الله و رسول، پر از حق، طلبیدن حق بود. الله سبحانه و تعالی این جوان تنها را چگونه نصرت داد، چگونه عزت داد. ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. عزت از آن الله است، از آن رسول الله است، از آن مؤمنین است، ولیکن منافقا نمیدانند، بیخبرند، عزت را از دیگر جو میطلبند. عمر بن الخطاب رضی الله عنه میگن اعزنا الله بالاسلام فلما ابتغينا العزه لغير الله اضلنا الله. الله ما را به واسطه اسلام عزیز کرد. زمانی که ما عزت را در غیر اسلام خواستیم و طلب نمودیم، کافتیم، الله ما را خار کرد. یعنی خار میکند. عمر بن الخطاب خار نشدند. کسایی که عزت را در غیر اسلام میطلبند خار میشن. اگر چی تو تنها باشی، اگر چی تو یکتا باشی، بدان که سنت الله در بالای بندگانش همین است که هر کسی که حق را میخواهد، میکاود، میجوید، میگوید و مینویسد و حق را میخواد که تطبیق کند، الله حقیقتا به اون نصرت میدهد و نصرت الله را به چشمت میبینی. شیخ الاسلام ابن تیمیه اولا احمد ابن حنبل رحمه الله را 18 سال اذیت دادند، از ترمه کردن و به خانه محکم کردن و از درس دادن من کردن. امروز هیچ اهل سنتی نیست مگر اینکه احمد ابن حنبل را می آموزد و میگد که رحمه الله. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله را 8 مراتبه اشعری ها ترمه کردند، در درون ترمه وفات کردند. اشعری ها فکر کردند که ابن تیمیه تمام هیچ کس دیگر اینو نمیشناسد و نمیفهمد، لیکن تا روز قیامت ببینید
ابن تیمیه رحمه الله تمام کتابهایش نوشته شد و مشهور و معروف است و اهل سنت نیست مگر اینکه دوستدار و شاگرد شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله است. شیخ الاسلام شیخ ما هست رحمه الله و رحمتا واسعه و بدبین شیخ الاسلام یگان گمراه است، غیر از این دیگر کسی نیست، یگان گمراه است، حاقد است. و بعد از این ببینید محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، اینها یکتا بودند، اینها یعنی تنها بودند، بیکس بودند، لیکن اینها را الله نصرت داد، الله قوت داد. سببش چی است؟ سبب نصرت و قوتی که الله به اینها داد انا همین است که اینها شرط را به وجود آوردن. شرط چی است؟ انا من آیاتی که کمی پیش گفتیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. قول سدید را بگید. قول سدید سخن حق میگید، حق. سخن باطل باطل میگید، حق آشکار میگید، باطل هم باطل آشکار میگید. آمیخته نمیکنید حق باطل. انا همین جا الله شما را نصرت میدید. بارک الله فیکم. شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله یک جوان تنها، حتی در جوانیش دعا میکرد، در گرد خانه کعبه طواف میکرد و دعا میکرد و میگفت که ای الله مرا در بین قومم قبول شده قرار بده تا که من اونها را به توحید دعوت کنم و مرا قبول کنند. و بالاخره دعای ایشان قبول شد. برای همین جوانی که عالم شدنی است، جوانی که آموختنی است، کارش را به دعا، به توکل، به یک محبت و اخلاص و صدق شروع بکند. الله به او دروازه های رحمتش را، قدرتش را، برکاتش را باز میکند. و همین شیخ کتاب های زیاد دارند و کتاب بزرگشون که کتاب توحید است، این دلالت به عالمی شیخ، به علامه بودن شیخ، به چقدر مغز توحید را فهمیدنشون میکند. یا کتاب مفید المستفید فی حکم تارک التوحید، یا کتاب اصول الثلاثه، یا کتاب کشف الشبهات، یا کتاب قواعد الاربعه، یا کتاب اصول الایمان، یا کتاب اصول السته، یا صفت کفر بالطاغوت، یا دیگر رسائل و فتواها و غیر از این کتاب‌های زیاد دارن شیخ الاسلام. پس انمین است شیخ‌هایی که ما به اونها پیروی میکنیم، انمین است شیخ‌هایی که ما از اونها می آموزیم و هر چیزی که گفتن در اساس قرآن و سنت به منهج سلفی این امت قبول میکنیم و هر چیزی رو که اگر بناگو خطا کردن البته ما میگیم که خطا کردن. این شیخ‌ها معصوم نیستند، این شیخ‌ها برابر انبیا هم نیستند. این شیخ‌ها انسان هستند، انسان‌های عادی هستند که الله از رحمت و فضل و برکتش به اینها علم داد، اینها را دوست داشت و اینها را اختیار کرد که دین را به مردم رسانند. این میراثخواران پیامبران هستند که من و شما را به واسطه علم، به واسطه دعوتشون به دین الله و به الله سبحانه و تعالی میرسانند. اما علمای اهل بدعت رو نظر بکنید، تاریخ علمای اهل ضلالت رو نظر بکنید، از رافضه و اشعری و ماتریدی و کتاب‌های اینها بود، دشمنی اینها به اهل سنت و منهج اینها بود و به خصوص از صوفی ها و غیره که اینها این چنین علما ندارند. برای همین امروز به بالای این شیخ الاسلام مجدد الدین علامه اهل سنت و الجماعه محمد بن عبدالوهاب رحمه الله امروز ظلم میکنند. حاقدان، دشمنان قرآن و سنت، دشمنان منهج سلفی این امت، دشمنان حدیث امروز این شیخ را چنان بد میبینند که وقتی که محمد ابن عبدالوهاب گویی بدنش بلرزه میاد، موی بدنش میلرزد، غضبش میآید. از چی است؟ از حسد است. حتی قصه های را علما نقل میکنند که بعضی ها محمد ابن عبدالوهاب را چنان بد میدید، حتی شاخ شیطان میگفت، تکفیر میکرد، ابلیس میگفت و غیر و غیر، خوارج و همه تهمت رو به بالای شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب کردند. به خاطر چی؟ به خاطر نابود کردن قبرهایی که پرستیده میشد، به خاطر نابود کردن قبر پرستی و بت پرستی و درخت پرستی، به خاطر زنده کردن توحید و یکتا پرستی، به خاطر ردی انا همین قبوری ها و جهمی ها شیخ الاسلام رو بد دیدن. لیکن به همون بد بیننده یکی از دوستداران شیخ الاسلام، یکی از موحدین، کتاب توحید را مقاوه اولش را کنده
نام شیخ الاسلام رو گرفته، همین کتاب از همین سرشبیش برده میدهد به دستی همون یک دعوتگری بوده است، یک کسی اهل بدعت بوده است. میگه که همین کتاب رو شما چی میگید؟ اهل بدعت میگه که ماشاءالله و عجبه، چقدر تعجب میکنم، چقدر کتابی زیبا است، چقدر ماشاءالله است، تبارک الله، چی بهترین کتاب. این جوان میگه که این کتاب است که شما شب و روز صاحبش رو دشنام میتید، محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله، این صاحب کتاب است. توبه میکرد، در همون لحظه توبه میکرد. قسم به الله این بدبینندگان شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب، بدبینندگان شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یا که ابن القیم الجوزی یا دیگر از علمای اهل سنت و الجماعت، وقتی که کتابهای اونها را، منهج اونها را دشمنی نکرده صادقانه میدیدند، میفهمیدند که این علمای حق هستند. اما این سنت الهی است، سنت الله همین است که سنت الله تبدیل نمی‌یابد. لا تبدیل، هیچ تبدیل نیست. ولا تجد لسنت الله تبدیلا، در سنت الله تبدیل رو نمیبینی. سنت الله درباره انبیا و کسانی که راه انبیا رو اختیار میکنن چی است؟ همین ابتلاعات است. ابتلاعات وجود دارد. تو نظر بکن به ابتلایی که آدم علیه السلام گرفتار شد، نظر بکن به ابتلایی که نوح علیه السلام گرفتار شد. همه قومشون در زیر آب ماند، فرزندشون، زنشون در زیر آب ماند، خودشون 950 سال قومشون رو دعوت کردند، بجز اندکی کسی قبول نکرد. نظر بکن قصه یونس علیه السلام رو که به درون کیت داخل شد، الله امر کرد و داخل شدن، بالاخره در درون کیت 40 روز تمامی بدنشون در درون آب و اون به چه حالت به خاطر دعوت. نظر بکن به قصه ابتلایی که یوسف علیه السلام، خودش نبی، پدرش خودش رسول، پدرش رسول انبیا، بابایش رسول، الله اکبر، و بابایش، بابا کلانش با چیست؟ پیامبر. اینو ببینید، یوسف خودش پیامبر است، پدرش یعقوب پیامبر است، بابایش اسحاق پیامبر است، رسول است، و بابا کلانش ابراهیم علیه السلام رسول است. این را علما میگن که الرسول ابن الرسول، یا که النبی ابن النبی ابن النبی ابن النبی، 4 کس: یوسف، یعقوب، اسحاق، ابراهیم. یوسف علیه السلام قصهشون در یک سوره کامل، سوره یوسف، نامشان به نامشان از اول تا آخر قصه کاملا یگانه قصه که کامل در یک سوره ذکر شده همین است، ذکر میشه. نظر بکن که در جوانیشون به چه حالت ابتلا شدند. برادرهایشون با یک سخنهای فریب و نیرنگ از پدرشون اجازت گرفتند، بردند به خاطر حسد به چاه انداختند، در ظلمات چاه یک مدتی که ایستادند، کاروان آمد گرفت و برد، غلام شدند. بعد از این در بازار بثمن بخس، به یک قیمت ارزان فروخته شدند. بعد از این سبحان الله همچون غلام در خانه عزیز مصر. بعد از این فتنه زنی این عزیز مصر که هیتلک هیتلک هیتلک، 3 قرائتی که است، یوسف علیه السلام به جوابش گفتند قال معاذ الله انه ربی احسن مثوای، بیا به من زنا کن. گفت زنی که یکمین زن این دولت است، اولین زن، زیباترین زن، بویترین زن، حضرت یوسف را گفت که به من زنا میکنی. حضرت یوسف گفتند که پناه به الله، بازگشتی بهترین بازگشت من به الله هست. نکردند، گفت که من تو را سجن میکنم، به ترمه میروی یا زنا میکنی. جوان چی گفت؟ رب السجن احب الی مما تدعوننی الی، رب سجن برای من بهتر است از اون چیزی که مرا تو دعوت میکنی. به ترمه رفتن، در ترمه یک چند سال اذیت کشیدن و بعد از این الله سبحانه و تعالی ببینید که چقدر عزتشون داد. قصه حضرت موسی را ببینید، چقدر اذیت کشیدن و در صحرا برای فلسطین نرسیده وفات کردند و گرانیده شدند. قصه عیسی را ببینید که چقدر مردمشون و بالایشون فتنه کردند و الله عیسی را
به بالا برداشت و زنده هستند، در جنت هستند و روز قیامت، نزدیک به قیامت آخر الزمان به شام دمشق نازل میشن. و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم که مشرکین میگفتند که محمد بهترین ما است، زیباترین ما است، امین ما است، راست قول ما است، احترامش میکنیم، از همه بهترین است. وقتی که گفتند که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ای مردم بگوید که لا اله الا الله نجات مییابید، گفتند که بدترین ما، خیانت میکند، تفریق اندازترین ما، مجنون است، شاعر است، دیوانه است، افسانه میگوید. گویان یک بار به حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دشمنی کردند. پس این دشمنی ها به خاطر این نبود که در حقیقت پیامبران بد بودند، اعوذ بالله معاذ الله، پیامبران بهترین بودند. این دشمنی مردم به پیامبران در اساس چی بود؟ در اساس جهل، در اساس شرک که خودشان مشرک بودند به توحید مبارزه بردند. به خاطر اینکه توحید را قبول نکنند مبارزه بردند. عیناً هر علمایی که پیروی از انبیا میکند، دعوت انبیا و منهج انبیا که در اصول دین همه یک است پیش میبرد، که این ملت ابراهیم علیه السلام است که آیات های گوناگون ملت ابراهیم را بیان میکنه. سوره تحریم آیه 4 است که الله میگه قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومه انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. به تحقیق به شما ای مسلمان ها، ابراهیم به هر اون کسانی که همراه ابراهیم ایمان آورده اند برای شما الگوی نیکو هستند. شما به ابراهیم، به پیروان ابراهیم پیروی بکنید. در کدام کار؟ در همین کارشان که الله گفت زمانی که ابراهیم به قومشان گفتند که ما از شما براءت خود اعلان کردیم و هر آن چیزی که شما عبادت میکنید غیر الله از اون هم براءت خود اعلان کردیم. یعنی براءت خود را از مشرکین پیش از شرک اعلان کردند، براءت خودشان را از مشرکین اعلان کردند و بعد از این از شرک اعلان کردند، از طاغوت پرستا و طاغوت. زیرا که بعض انسان ها یافت شدنش ممکن است که این را میگن کامل ترین براءت انا همین است که اول از مشرکین براءت کنی بعد از شرکش. برای چی؟ برای اینکه بعض انسان ها یافت شدنش ممکن است که براءت از شرک کرد لیکن براءت از مشرک نمیکند. به مانند این که امروز ما بعضی از عذری های خوبسا رو میبینیم که میگه من خودم شرک نمیکنم، شرک ترک کردم، اما کسی که شرک میکنه میگه که این مسلمان است. شرک و اسلام، شرک و توحید رو در یک جا جمع شدنش رو جایز میداند که این شرک است خودش. برای همین اعوذ بالله براءت رو ابراهیم علیه السلام از مشرکین و از شرک، از کافران و از کفر و از چی است؟ بارک الله فیکم، از طاغوت پرستان و از طاغوت اعلان کرد. براء منکم من تعبدون من دون الله کفرنا بکم. علما قسمشو میگن ای کفرناکم، ما شما را تکفیر میکنیم، کفر ورزیدیم به دین شما و به این عقیده باطل شما. و بدا بیننا و بینکم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. و بین ما و شما ظاهر شد عداوت و دشمنی و بغضا و عداوت تا روزی که شما ایمان میارید، ابد الابد تا روزی ایمان آوردن. ایمان آوردید دوست هستیم، نه آوردید نه. انا همین بود منهج همه پیامبران، انا همین بود که همه پیامبران در همین منهج دعوت میکردند. و بارک الله فیکم به همین سبب دعوت دشمنی بدبینی پیامبران از قومشون به وجود آمد. پیامبران را به خاطر همین دعوت بد دیدند. و علما هم وقتی که انا همین منهج پیامبران را میگیرند و دعوت میکنند، بدبین انسان هایی که تهمت میزند، دشنام میکند، حقارت میکند به وجود میاد. چگونه که به بالای شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله شروع کردند، چگونه که به بالای محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله شروع کردند و تهمت میکنند، امروز طعنه به خوارجی، طعنه به اعوذ بالله تکفیرگی، طعنه به شاخ شیطانی و غیره و غیره، حتی طعنه به جهل و این اون، همیش در اساس انا همین منهج است. بدبینی در اساس کفر و شرک شد، دیگر هیچ چیزی نیست. و هر کسی که در همین منهج حقیقی، منهج انبیا دعوت میکند به فرموده الله رسول، مثل این علما، طالب علم یا عالم در یک منطقه دعوت میکند، انا همین مشکلی به سرش می آید و انا همین قصه را سنت الهی میگن، سنت الله. ولا تجد لسنت الله تبدیلا، در آیه دیگه تحویلا، دیگرگونه در این سنت نیست. همه واقع یک واقعه.
عینا همون واقعه که به قوم موسی و قومشون، عیسی و قومشون، ابراهیم قومشون شد، به بالای محمد صلی الله علیه و سلم شد. مبارزه که پیامبر کردن، هجومی که از جانب مشرکین شد. و همه علمایی که میراثخوری حقیقی انبیا هستند، میراثخوری رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، که العلماء ورثه الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهما بل ورثوا علما. این حدیث سه پیامبر است. هر کسی که میراثخوری حقیقی میشد، علم رو در اساس قرآن و سنت فهم سلفین امت می آموزد و میرساند، حتما انا همون سنت الله به بالای این عالم یک مراتبه دیگر دور میزند. انمین را سنت میگن. برای همین بزرگی نیست مگر امین که اذیت کشیده. و این بزرگی که حالا ما در رویش صحبت میکنیم، شیخ الاسلام مجدد الدین علامه اهل سنت و الجماعه، شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله هستند. در زمان خودشون چقدر آزار کشیدن، لیکن صبر کردند که الله نصرتشون داد. چقدر به عزت وفات کردند. تا روز قیامت کتابهاشون مشهور معروف است. دشمنان حاقد و بدبین هم از رافضه ها، که شیخ الاسلام در تکفیر رافضه ها کتاب خوبی را نوشتند، از رافضه ها بدبینی محمد ابن عبدالوهاب، حقارت محمد، دشنام محمد ابن عبدالوهاب. نامشون عبدالوهاب نه، نامشون محمد است. شیخ محمد رحمه الله است. نام پدرشون عبدالوهاب است. و از جانب دیگر خوارج ها تکفیرشون میکرد. از جانب دیگر سبحان الله آذری ها سختگیرشون میکرد. و از جانب دیگر حزبی ها میگد اینها وهابی، صوفی ها میگد اینها خوارج وهابی، و جهمی ها میگد اینها مجسمه. تمام طعنه را به بالایشون میکرد. اما موحدین اهل سنت و الجماعه ما این شیخ را رحمه الله میگیم، کتابهاش را از یاد میکنیم، ترجمه میکنیم، شرح میدهیم و به دیگران شرح میدیم. این حق این علما است که باید رحمه الله گفته شود و باید مثل اینها دعوت کرده شود و باید مثل اینها حرکت کرده شود. این است علمای اهل سنت و الجماعه. و البته که این حلقه اول یک مقدمه بود و در ان همین مقدمه من میخواهم کتابی که خیلی از 3 صفحه عبارت است به شما متنش را یک مرتبه کاملا خوانم و در حلقه های آینده بارک الله فیکم دیگر متن را از اول تا آخر نمیخونیم، جایی که لازم است میخونیم و شرح میدهیم. در حلقه آینده شرح را شروع میکنیم. حالا من یک مرتبه همین کتاب را از اول تا آخرش مدت 5 دقیقه میخونم و شرحش در حلقه آینده است. بسم الله الرحمن الرحیم. الاصول السته لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وأقلاء بني آدم إلا أقل القليل. 6 اصولی که الله به آشکارترین دلیل ها به شما بیان کرد، به واضح ترین دلیل ها بیان کرد که یک آدمی بی علم ترین و نافهم ترین و عقلش کوتاه ترین هم میفهمد. اما با وجود ان همین که الله اینقدر واضح و آشکار و گشته و برگشته در قرآن و سنت بیان کرد، لیکن از هم اذکیا، از هم عالم ها، از هم متفکرها، عاقل ها از این چیز بیخبر است. این چیز فراموش کرد. بجز اندک از انسان ها این 6 چیز همه فراموش کرد. در حالتی که این 6 چیز در قرآن و سنت لبریز ذکر شده است. لبریز ذکر شده است. الاصل الاول اخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له وبيان وده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار
اظهر لهم الشيطان الاخلاص في صورة التنقص الصالحين وتقصير في حقوقهم وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. اصل اول که در قرآن و سنت لبریز است، از اول تا آخرش انمین است که بسیاری انسان ها فراموش کردن. قرآن میخونن نمیفهمن که اساس انمین است. اخلاص عمل و دین همیش به الله یکتا و یگانه که شریک ندارد. اخلاص چیست؟ افراد الله بالعباده. شرک چیست؟ صرف شيء من العبادة لله لغير الله. صرف شيء من العبادات لغير الله. انجام دادن چیزی از عبادت به غیر الله شرک. یعنی شرک است. اخلاص این توحید است. عبادت تنها به الله انجام دادن است. انا همین اخلاص را که ضد شرک است، شرک را الله سبحانه و تعالی توحید را که ضد شرک است در قرآن از اولش تا آخرش بیان کرده است. خیلی که ابن القیم الجوزی میگن از اول تا آخر این توحید است میگن که ما این حالی شرح نداده شدیم، در آینده شرح میدیم. و بیان ضده الذي هو الشرك بالله، بیان ضد توحید که شرک است، شرک به الله است. قرآن لبریز است، اکثر قرآن انمینه بیان کرده است، توحید و ضد الشرک، اخلاص و ضد الشرک. از نمودهای گوناگون، براهای گوناگون به شما بیان کرد که از همه آدم بفهم ترین هم میفهمد. اگر حق خودم قرآن ترجمهش هم خونده آرام فرایت، از اول تا آخر قرآن توحید است و ضد توحید شرک با این کار میکرد الله. لیکن شیطان آمد شرک زینت داد، فریب داد و سبحان الله شرک به صورت محبت صالحین به وجود آورد. مردم الله پرستی ترک کردند، شدند قبر پرست شدند. با حافظ قرآن است، با عالم است، قرآن همیشه از یاد است، لیکن معنای نمیفهمد، بزرگترین چیز نمیفهمد. دومین چیز، اصل ثانی، امر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. الله المستعان. دومین اصول بزرگی که در قرآن خیلی زیاد شد، ذکر شده است، در سنت ذکر شده است، اما مردم از این بیخبر شدند. این است که الله امر کرد که ای مسلمان ها در دین همه اجتماع کنید، جمع باشید. در دین نگفت که در یک چیزی دیگر. در دین چی است؟ قرآن و سنت. در بالای قرآن و سنت واعتصموا بحبل الله، جمع باشید، همتون جمع باشید، تفریقه نکنید. و از جانب دیگر الله نهی کرد تفریقه و جداگی و حزبگرایی را، فکرگرایی را. همه مأمور است، به همه فرض است که باید به قرآن و سنت جمع شود و تفریقه نکند. و این الله در قرآن بیان آشکار و واضح و شافی و بیان کرد که حتی انسان‌های عوام علم از قرآن و سنت اصلا ندارن، هم قرآن اگر ترجمهش خوانند یا خونده کمی معناش فهمند میفهمند. و الله ما را نهی کرد که مثل پیشتر امت‌های گذشته تفریقه نکنیم که هلاک می‌یابیم. الله اکبر. و در این مسئله اصول سوم، أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. اصل سومی که مسلمان ها فراموش کردند این است که اجتماع همان وقت به وجود می آید که سمع، گوش کردن و اطاعت کردن به پادشاه ها یا امیرها و یا خلیفه های مسلمان باشد، اگرچه یک بنده سیاه باشد. الله سبحانه و تعالی در اینجا بیان شافی کافی به گوناگون راه ها بیان میکند که
باید این مسئله به وجود آید. برای ببینید در زمان ابوبکر صدیق، عمر و غیره رضی الله عنهم و صحابه چقدر اجتماع وجود داشت. اصل چهارم بیان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم، وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. بقرة وتي شهلهم إلى قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، فصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. الله أكبر. ببینید چهارمین اصلی که در قرآن و سنت خیلی هم واضح است، این بیان علم است و بیان علما است. الله در قرآن علم و علما بیان کرده است که علم چیست، عالم کیست، فقه چیست، فقها کیست. و این چنین الله سبحانه و تعالی بیان کرده است که کسانی را که عالم هم نیستند، فقه هم نیستند، لیکن خودشان را مانند به علما و به فقها میکنند، لباس اهل علم میپوشند، شکلشان اهل علم میکنند. الله حقیقت حال اینها را بیان کرده است. الله المستعان. و حدیث هایی که در این باب است درباره علما و خیلی زیاد است. اما شیخ میگوید که اما امروز میگه از همه غریبترین عجایبترین چیز همین است که میگه علم فقه این بدعت و گمراهی شده است. اگر علم بگویی، از علم صحبت بکنی، حقیقتا علم واقعی صحبت بکنی، از فقه صحبت بکنی، تو را مبتدی گمراه میگن، در حالتی که خود اینها مخالفان علم، اهل بدعت و ضلالت و مشرکین هیچ چیزی ندارند بجز این که تلبیس دارند، حق و باطل آمیخته میکنند. علمی که الله به بنده هاش فرض کرده است، به خلقش فرض کرده است، و همون علم مدح کرده است که توحید است، در نزد این جهلا و در نزد این خاک پرستان و قبر پرستان اینا آموختنش حرام گشته. اینا اگر آموزد کسی دعوت کند همون زندیق و مجنون میگویند. علمی حقیقی که الله آموختنش فرض کرده است، اگر آموزد شما را زندیق و مجنون میگن. و هر کسی که همین علمی که الله فرض کرد، همین علمی که الله مدح کرد، همون هر کسی که انکار کند، همون رد زند، همون عالم و فقیه میگن. الله المستعان. این حالت امروزه که عیناً گویا که شیخ الاسلام ابن تیمیه، محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله گویا که امروز زنده هست و حالت من شما را میگن. علمای سوی امروزه عیناً همین است و در وقت خودش نشرح میدیم. اصل الخامس، اصل پنجم، بیان الله سبحانه لأولیاء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آل عمران 31. وآية في سورة المائدة وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وآية في يونس وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك الاتباع الرسل
ومن تبعهم فليس منهم ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. اصل پنجم، الله سبحانه و تعالی در قرآن و رسولش در سنت در وحی آشکار واضح الله سبحانه و تعالی بیان کرده است که اولیاهای الله کی هستند. الذين آمنوا وكانوا يتقون، ایمان آوردند و موحد هستند، این اولیای الله هستند. و الله جدا کرده و فرق گذاشته است بین اولیای الله، اولیای خودش، دوستان خودش، و کسانی که اولیای الله نیستند لیکن خود را مانند اولیا میکنند. لباس پوشی و قدم و گپ و آداب و این آن خودشون را همچون اولیاء الله وانمود میکنند، لیکن اینها دشمنان الله هستند، منافقین و فجار هستند. و اگر خواهی که در این مسئله آشکارتر بفهمی به تو کافی است که سوره آل عمران 31 اگر قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، پیامبر را الله امر کرد که بگو که اگر مرا الله را دوست می‌دارید به من متابعت کنید، الله شما را دوست می‌دارد. انمین اولیاء الله کسانی هستند که پایبند سنت هستند، نه به دعوا نه به زبان. بارك الله فيكم. أنا كنون أصل السادس، أصل ششون، رد الشبهة التي وضع الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفها إلا المجتهد المطلق، وهو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الله تبارك وتعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. سورة ياسين وتي 7 آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اصل ششم، الله سبحانه و تعالی در قرآن، در وحیش و در سنت آشکار واضح شبهه بزرگترین شیطان که گذاشته است رد میکند. امروز این شبهه منتشر است، شبهه که اهل اهوا، اهل تفرق، اهل اختلاف، گمراهان، دور شدگان از قرآن و سنت این شبهه را پیاده کردند. این شبهه از امامشان شیطان گرفته شده است، این است که قرآن و سنت را هیچ کس فهمیده نمیتواند بجز علما، بجز مجتهد مطلق. یعنی از قرآن و سنت تو یک چیز فهمیده حجت گرفتن به حق نداری، میگه تا مجتهد نشوی، مجتهد مطلق. و بعد از این صفاتهای سخت را درباره مجتهد گذاشتن. مجتهد کی؟ مجتهد حافظ قرآن باشد، مجتهد مفسر باشد، مجتهد همه حدیث حفظ داشته باشد، مجتهد این باشد. این قدر صفاتهای بزرگ را در بالای مجتهد گذاشتن که شیخ میگه حتی این صفاتها را برده به بالای ابوبکر و عمر رضی الله عنه اگر گزاری شد بعضی این صفاتها را در اونها پیدا کردن نتوانی. صفاتهای انبیاء مجتهد بودن و به همین سبب مردم به همین راه مردم از قرآن و سنت دور کردن. حالا آن که الله این شبهه را انکار میکند
و میگوید که این قرآن برای همه مردم است و همه مردم این قرآن گرفته مسائل بزرگش که اساس و اصل دین توحید است و یکتاپرستی است و انکار و ترک شرک است همه فهمیده میتوانند. و این قرآن برای انامین آموختن و فهمیدن است، نه برای حفظ است. حتی عبدالله ابن عباس رضی الله عنه خیلی که در سنن الاجری آمده است میگه که مسابقه کردن در حفظ قرآن، پیشبازی کردن در حفظ قرآن با ترک کردن معنیش نفهمده تست مسابقه کرده رفتنش میگن که من میگم درست نیست، میگن نباید بهترش این کرده شد، زیرا که اصل مقصد از نازل شدن قرآن فهم قرآن، عمل به قرآن و مراد این قرآن است. الله اکبر. انا همین است که رساله شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله به خاتمه به پایان رسید و این حلقه اول بود که ما این مقدمه را کردیم و تمام رساله را به شما قرائت کردیم و در حلقه آینده در هر یک حلقه مختصر یکی از این اصول را شرح میدهیم که بالاخره می شود 6 حلقه یا که والله اعلم شاید کمی زیاد شود 10 حلقه. از الله سبحانه و تعالی طلب میکنیم که اللهم ربنا فارزقنا علما نافعا يا الله يا غفور يا رحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا غفور يا رحيم يا حي يا قيوم. رب زدنا علما بعمله ربنا زدنا علما يا غفور يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخ. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ عزيز. تفضل يا اخي سامحكم. الله يستمر. جزاك الله خير. حياك الله حياك الله. شيخ برادر بالا برای سوال جواب میکنی شما؟ ماله كم شمارش سوال جواب میکنم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ خباستين إن شاء الله سلامتكم خباس باشیم. الحمد لله برادر جزاك الله خير. خباستين بارك الله فيك. کمتر برادر وقتی در یک مبین موندگی هستیم ان شاء الله که اگر بسم الله بفرمایید برادر. شیخ برادرایی که هستن در مبین برادرها امام داریم الحمدلله بگیم در یک جو در مبین یک انسانی که صوفی است بگیم مثال مقصد میاد انسانی که ترکی است عقیدهش عقیده ترکی اما انسان در مبین موحدین میدروید در نزد یک برادری که نو میویه و برادر اهل توحید است از او برادر همه بخبر است که برادر این حسابت در همون صحبت میکنه که امام بز است و در حق امام در حق موحدین در حق طاغوتا را تهمت ها میکنه میبرویه برادر میاد نظر میکنه که این برادرها اینجوری کچ ایران بله بعد میخیزه اون برادر کمتر خطا میکنه که میرود نزد امام طاغوت میگه که میگن تو بزی میگن وقتی بز باشی دفت میکنه مقصد میگه کی میگه بزی میگه فلان انسان میگه بز است انا این برادر شاهدی فریاد کردستان میگه که چه میشه اگر که ما از جماعت سرش بکنیم ما که در جماعت همیشه است اگر پیش ما سرش بکنیم تو قاش میزننش ظلمش میکنم و اگر که نزد اونها بریم شاهدی بتیم به این سخنان چی میشه باشه حکم ما همین حکم چی میشه باشه ها ببینید به این برادر کی میگه؟ به این برادر دیگه برادرها میگویند که فلان فلان آدم همین خیلی است. بله بله این برادر میگه که در حق شما هم خیلی انسان هم خیلی میگه و برادرها میگه که انسان هم خیلی
بله این میردو بعد همین خبر روی ویو بمیگه روی همون امام بمیگه بله بله امام میگه که مایرش ما میدونیم که انسان خلاص از بحرش میگذریم نه که این انسان یک روی داره که من اینجا فنا گفتم امام و دیگه برادر موحدین میدونن که انسان هم خیلی کشش و داره گوش بکنید برادر عزیز من حاضر ببینید قصه را حاضر حالی نفهمیدید ببینید همین بچه نو رفتگی بچه خوب است بهترین است ماشاءالله الله حفظش کند از این فتنه دور کند همین به کی سخن میرساند یک نفری که منافق بود میرساند که فلان فلان کسی نسخته یا که یک برادر موحد میرساند همون منافق میرسن بعد از این منافق رسوندن منافق درباره اهل سنت یک برادر موحد تهمت میکند یعنی دروغ میگد بله در حق امام بله بعد از این انا کی به شاهدی دعوت کرده است این مسئله انا این مسئله را همون انسان خودش دیده که شاهد بیاد و دیگه برادرای موحد دستنش که همه خیلی کچی سرداری چندین بار همه خیلی سخنو کردیم و ترا بخشیدیم یعنی ببینید این برادر بعد میاد پیش برادرای موحد میبیند که یگون این خیلی صفات رو ندارن گشته میره خودی همون آدمی خبر دادگی بعد میگه که تو خودت همین خیلی گپای میگه که وای میگه که همین گپا کی گفت به من بیار میگه بله میده این برادرها را میگه این برادرها و فریاد میکنن میگن چی به همین کارا بو میکنی میگه که من نگفتم یک روی داره لیکن این برادر نامدگ میگه کی گفت میگه بله بله تمام نگفتم گفت این مسئله را به خاطر فتنه زیاد نشدن ترک کرد نگفتی تمام نگفتی قسم به الله خور میگه قسم میخواد به الله ترک میکنه انا این مسئله ای که برای مسلمانان در این سخنان را گفتگی است اینش میگه مایرش ما از بعدش میگذاریم انا در برای طاغوتا با تهمت ها کردگی است انسانایی که طاغوت هستند در برای اینها تهمت کردگی است اینجا زندان است در اینجا یک کسایوات یک سخن میگوی هر یک سخن را دلیل آوردن داره اگر که دلیل نیاری میزنن ظلم میکنن انا کنون همون طاغوت ها اینا چی کردستم بیو گفتستم بله همینه بله این برادرم گفته که بیا شاهدی بده این برادر من گفتم که نراولی یگام جونا را شاهدی نتید شاهدی نتید من خطا فهمیدم گوید یگون چیز گوید شاهدی نتید در برای مسلمون یا کسی که خطا کرد شاهدی نتید البته اینجا شاهدی نباید تید کمتر خطا فهمیدم بگید شاید خودش هم کمتر عذاب کشد یک ضربه خورد خودش هم درس میشد یعنی همین است مشکلی ما همه بسیار جوان ها همین است که شتابکاری میکنند عجله این خوب نیست خلق الانسان و البته در یک از صفات های انسان اوید الله فراموش شد همین عجله هست بالاخره عجله کار خوب نیست گپش شنیده یک بار رفته گپ از آورده یک بار گفته بالاخره فتنه به گرفتار شدن است اکنون از این فتنه برآمدنش مشکل است لیکن الله سبحانه و تعالی به مرور زمان به صبر و به یک چیز دیگر نه خودش به رحمتش و به فضلش بیرون میکند صبر کند و البته که شهادت نتید برادر فهمو شد ان شاء الله بله انشاءالله بارک الله فیک شیخ بعد یک چیز دیگه همون سوال هایی که با زبان روسی روی کردگیم اون برادرها پرسیدن ممکن شاید مشکلی داره شیخ سبحان الله دیگه ضبط بکنید من ان شاء الله شیخ میرسونم به تاجیکی میرسونم به هم جواب میدم بارک الله فیک مخصوصا شروع کردگی نوشتگی هستن که آسان است تمام برادر زنده میگم من سوال میگم صحبت میکنم ضبط بکنید اگر در کار باشه برادرم که تو اونها برسونید سوال حکمشون این است که شیخ اینها در زندان هستند و برای اینکه نمون زنهایشون نزد اینها بیایند به وقت مدت دراز باید به پیش اینها آمدن همون زدکس لازم است اینها میگن که ما آیا میتوانیم که یعنی مثلا همون زکس بکنیم یعنی ما مراجعت به همون نتاروس است همون جایی که هست مراجعت میکنیم اونها 2 ماه طبق قانونهای طاغوتشون نگاه میکنن و بعد در نزد 2 شاهد ما رو نکاح میکنن انا همین از دیدگاه همین حکم چی است این کار حلال است جایز است نیست تکوه حکم اسلام چی نوشته هستن بارک الله فیکم الله مستعان من به این سوال جواب دادن نمیتوانم حضور این مسئله خیلی نازک است خیر نظر میکنیم با گفتگو میکنیم ان شاء الله لیکن اگر مسئله اکراه باشد به این معنا که اکراه به کدوم معنا است ما زنت به تو اجازه نمیدیم 20 سال 10 سال همینجا میستی 10 سال 20 سال در درون ترمه هستی زنت نمیبینی علاقه
حلالی که الله برای تو حلال کرده است، هم خوبگی که بزنت میکنی تو نمیبینی. برای چی که انمون نکاح زکسی که ما داریم تو نداری بگوید، در این حالت این حادثه به اکراه مبدل میشد. در این حالت این واقع به اکراه مبدل میشد. و این مسئله هست که صورت نوپیدا شده، یعنی نکاح کردن به نکاح اینها، مجبور کردن به نکاح اینها و این مسائل صورت های نوپیدا شده که هست، در این مسئله انا همون در زندان بودن خودش 10 سال 20 سال اولی نشون دادن، این به اکراه داخل میشد. از همین جهت از این جانب اگر نظر بکنید، بله به خاطر دیدن زن، به خاطر اینکه 10 سال 5 سال بسیار هست و زنش باید بیند، از حالتش باخبر شود و البته که از فتنه های این عاقبت سبحان الله، فتنه های این روزه دنیا و عالم که زنی تنها به شوهرش نزدیکی نکرده، چقدر از همه جانب فتنه های این اعوذ بالله شهوت و زنا و اینا است. زنش از این چیزها داشتن و غیره و غیره که این حق زن است و غیره و غیره، به خاطر اکراه، به خاطر نفس خودش، به خاطر از مریضی و از شهوت و اینا خودش دور کردن، اگر به این چیز رود اکراه که شد، این باکی ندارد. لیکن میگه که ما البته هیچ کس اکراه ندارد، ما هم نکاح شرعی برای ما بسنده است، لیکن ما همه انسان هایی که نکاح همون زکس کردن ما اینها را تکفیر نمیکنیم. یک بار با این خوب دقت بگیرید چقدر موحدو هستن که انا همین روز همین شب مثلا در تاجیکستان اگر نکاح کنند، ملا میگه که من تو را نکاح نمیکنم تا قید به نگیری میگه. البته در تاجیکستان اینا نکاح نمیگه، اینا قید به گرفتن میگه. و این چنین در انا همین امروزه در روسیه است یا در جای دیگر است، بعضش نکاح میگه بعضش نه، لیکن در عموم این به قید گرفتن که همین زنی همین است. شاهده برای همین میاره که شاهدی که در قلم زنی همین است. اینا همچون نکاح ما قبول هم نداریم، اما همچون به خاطر بالای کاغذ با آوردن که زن خودتون زن گفتن هیچ بوکه ندارد، خصوصا در این حالت ها. بارک الله فیکم. فهم شد برادر عزیز؟ جزاک الله خیرا. خیر دیم سوال استاد الله استون بکن. این سوال همی که همون یک خواهر بوده است، فرزند داشته است، شوهرش در این زندان است والله عالم، پلین نوشته است در اینجا، و مادرش یعنی از دین روی گردانیش، پدرش حال دین به داخل شدگی نمیست و یعنی این برادر که این خواهر راهشون دور بیست. والله عالم از همین چیزی که نوشتم همین قدر که بله اجازت است که به همین پدر و مادر این اصلا به نزد اینها بیاید. و دوم سوال همین که آیا به همین پدر و مادر مثلا نگاه کرده میتواند یاری بکند نکند، و برای یاری نکردنش برادری همین خواهر این خواهر میزد که مثلا باید یاردن بکنین و مثلا بشوی لباسش و دیگر خواهر یاردن بکنین. اولا دعا میکنیم که الله نصرت بدهدش، نجات بدهد از زیر ظلم این خواهر مسلمه را. لیکن در این حالت که پدر و مادر اگر همراه دختر باشند، بله سفر کردن به حق دارد، اما اگر مادر همراه دختر سفر نکند و فقط پدر سفر کند که مسلمان نیست، در غیر دین اسلام است و دختر مسلمان است، در این حالت پدر غیر مسلمان، پدر کافر برای دختر مسلمانش محرم شده نمیتواند، ولی هم شده نمیتواند. محرمی که در سفر همراه باشد و اعتماد به او کرده شود نمیشود. اگر اعتماد باشد این مسئله را علما قسم اجازه دادن اگر اعتماد شود، لیکن امروز ما میبینیم که اعتماد کرده نمیشود. چقدر اینها سبحان الله دخترهای مسلمان خود را بد دیدند، اذیت دادند، در سفرها ترک کردند، بعضش فروخت، بعضش زنا کرد، اعوذ بالله. برای اگر مادرش همراه شود، مادر معروف است که همیشه همراه فرزندش است و از ظلم پدرش نگاه می‌دارد، در این حالت هر دوش همراه باشد درست است. والله اعلم. در این حالتی که حالت وزنی است و دیگر علاج نیست، اما خودی پدر همراه شد در این راههای دوری که مشکلی است و ناامنی وجود دارد درست نیست. اگر از جانب پدری بدینش ما اینو ناامنی حساب میکنیم امروز بخصوص. اما آیا کمک کردنش برای پدر مادرش ضرور است؟ ضرور نیست.
ضرور نیست، لیکن اگر در حالت اکراه باشد، اگر کمک نکند برادرش بزند، شاید معیوب کند، شاید این در حالت اکراه است. بیچاره در حالت اکراه است. همین زدن همین اکراه است. اکراه همین زدن است. خیلی که عمار ابن یاسر رو زدن بالاخره سخنی، همون سخنی که مشرکین میخواستند همون رو گفتند. لیکن الله سبحانه و تعالی در سوره نحل و 106 عذر داد. من كفر بالله الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. انا در این حالت اکراه، در حالت اکراه به خاطر یک موقتا صبر و تحمل این کار میکند. بارک الله فیکم. بوکی ندارد، لیکن همین هم با یک احتیاط خودش. بارک الله فیکم. سوال استاد الله استاد کرد. سوال همین که اون در زندان یعنی یگون گناه کنید یا یگون کار کنید، یعنی شما را همون زندانبان ها و همون نچلنیک که اونجا هست بخی همین قانون های همین که شما رو برده از یک هفته یا که تا 15 روز، یعنی اونجا حکمتون هم خودش در سود به نرفته درونی همین ترمند همون نچلنیک ها حکمتون میبرواست که شما یک هفته بشینید یا 15 روز یا یک روز یا چند روز دیگر. آیا همین تحاکم به داخل می شود؟ یک مسئله. دوی مسئله نه یک دقیقه یا خیر دویمش هم به وابسته باشد. بسم الله. بله وابسته میگه آیا همینجا به رفتن جایز هست یا نیست؟ و سه مسئله مقصد گفته است که اینجا بعضی از طالب علم ها گفتن که این تحاکم به داخل نمی شود. بارک الله فیکم. بارک الله فیکم. اگر شما یک خطاگی کردید، خطاگی در نزد این طاغوت‌هایی که در اینجا هستن چی است؟ این ظالما، این دیکتاتورها. خطاگی همین است که شما شاید دیر خور رفتید یا دیر خستید، مریض شدید و یگون کار کردن نتوانستید، نماز خوندید، وضو کردید، همین است در نزد اینا خطاگی. بعد اینا به خاطر همین چیز میبرند شما را. هر انسان است، انسان خطاگی کردنش ممکن است. بنده در نزد الله خطا میکند، گناه میکند شب و روز. در این ترمام حیات چند ساله، 20 ساله و 30 ساله، الله المستعان والعیاذ بالله. الله به همه این مسلمان ها صبر بتید و صالح و سالم با امن دینی و امانی بیرون بشوند. بالاخره یک خطاگی، یگون بعض غضب، یگون حقارت دشنام شدنش ممکن است. بالاخره هیچ کس هم خطاگی را مخصوص به خاطر تحاکم انجام دادنش نمیکند. انسان از بعضی از غضب، بعضی نفهمیده، بعضی به خاطر دینش خطاگی کرد گفته میبرند، یا بعضی سلفی هستی گفته میبرد یگون گپ میگه، یا یگون سخنی حق میگه از یاب میتید. این در این حالت شما را برده و یهو حکم کند، شما را حکمتون تحاکم چی است؟ اولا مراجعت کردن به محکمه طاغوت. شما مراجعت در اینجا به محکمه طاغوت نکردید، تحاکم مراجعت است. چه که الله در سوره نساء 60 میگه یریدون ای یتحکموا للطاغوت، میخوان که مراجعت به محکمه طاغوت کنند. رفته همونو به پیشنهاد کرده، مراجعت کرده، میگن که بالای من حل فصل کن. لیکن این برادر مسلمان خطاگی کرد، این مراجعت نکرد، اونها اومده کشیده گیرون برفتن. این تحاکم به داخل نمیشه. لیکن این حکمی به غیر ما انزل الله به از جانب انا همون حکم کننده ها داخل میشد. حکم به غیر ما انزل الله، ظلم، کفر، شرک به همون حکم کننده ها با داخل میشد و باز کفرش بالای کفر و گناهش بالای گناه و جهنم به باز چکرتر به رفتن میگرد. بارک الله فیکم. هر کسی همین خیلی حالت بافتاد و ما به تحاکم گرفتار شد نمیگیم. بارک الله فیکم. و همین طالب علمایی که گفتن که این تحاکم نیست، بله درست میگن. تحاکم انسان به اختیار خودش رود یک مسئله را بگوید که حل کنید بالای من. لیکن شما بخواد خطاگی کنید، شما را کشاله کرده برند و حکم به حکم غیر الله کنند، اینجا شما عیبدار نیست. لیکن احتیاط کنید خودتون. بارک الله فیکم. بله. بارک الله فیکم. در دوش میگن که بعد حکم همین نچلنیکو برآوردن در اساس قانون همین ها همون ایزولیاتر خانه به مثلا اگر نروید شما زده کشته میبردین. اگر میگو خودمون رویم آیا شرک میشود یا نمیشود؟ نه شرک نمیشود. آخر شما میدونید که اگر نروید زده میبرند. شما اونو میدونید، این اکراه است. شما میدونید که نروید زده معیوب میکنند، اونجا نمیشکنند، یا سرتون به سخت‌تر یگونش میزند که عقل بوی میتید، میبرن میپرتند، همون عاقبت بو ویران میشد. شما از آینده که خبر دارید، بی خبر نیستید و شما این چیزا شب روز دیده ایستید در خودتون، در غیرتون، این اکراه در این حالت معلوم است. او است خودتون به پای خودتون میرید، برای که نروید اینها دیگه خیلی میبرند، معیوب کرده میبرند. بارک الله فیکم. و این اکراه به داخل اکراه داخل میشد. بارک الله فیکم. هیچ چند سوال شما فراموش کردم، لیکن سوال نوبت همین که
شیخ الله استو میکنه برادر نکاح کرده در حالت نکاح کردن فهمیده که وی یعنی مرتد بده، یعنی یگون شرک انجام داده بوده در همین حالت چی، اما همه را نمیدونسته. آیا میگه که اینو نکاح کرده شدگی است، این نکاح از گشته بکنیم و به همون یعنی خواهر خبر تیاد مهر نو تیاد چیکار کند؟ یعنی مقصد که این نکاح صحیح است یا نیست؟ بارک الله فیکم. هر کسی که به دین داخل شده بود، گشته از دین برآمد و نکاح کرد و باز به دین در آمد و از این چیز باخبر است، نکاح هست و نکاح رو گشته انجام داده نمیشه. خیلی که نکاح قریش رو که پیامبر صلی الله علیه و آله همشون حکم به شرک میدادند، بعد از مسلمان شدن اونها را گفتن که نکاح تو نکاح است. و خیلی که بعد از انسان ها بریده واقع شدند و باز گشته توبه کردند و باز آمدند، همون نکاحشون حتی به همون نکاح ایستادند. در اینجا تجدید به نکاح شرط نیست. بارک الله فیکم. این پنجم سوالشون استاد من تا شدم شاید همین که این همین زندان هوندن وقتی که همون پرکرور و همون نچنیک و همین ها می اومده است برای دیدن همون مقصد همون خانه هاشون، باید در همونجا شما به خاطر اومدن ویفا خسته راست شوید بده. اگر راست نشوید شما رو اون ایزولیات و جایی بعد ببرده می نشونده. مقصد همین حکمش چی است؟ این خستان در نزد کسی این عبادت است. یگانه کسی که یوم یقوم الناس لرب العالمین، روزی که همه مردم راست میستند در رو بروی رب العالمین، این عبادت است که ما در نماز راست میستیم به روی قبله و به الله سبحانه و تعالی و راست ایستاده طواف میکنیم و این عبادت است. رکوع، قیام، رکوع، سجده و این انجام دادن به روی کسی همچون بزرگ داشتی او و غیره و غیره به قلب، البته این شرک است، اما من باب احترام یک کسی که دور دیدید از سنت ثابت است، از سلف ثابت است، یک علما رو دیدید خستید و احترام کردید، پدر و مادر رو دیدید و غیره و غیره، این دیگر چیز است. خستن به خاطر بزرگ شمردن البته شرک است، لیکن در حالت اکراه، ترمه اکراه است، ترمه اکراه است. شما می کار نکنید ایزالیات رو میبرند، یعنی میزنن، لطکوب میکنند، انمین اکراه شد. الله سبحانه و تعالی در سوره نحل 6 میگه که من کفر بالله من بعد ایمانه، هر کسی که کفر ورزد به الله بعد از ایمانش عمل کفر انجام دهد کافر است. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، اما بجز کسایی که در حالت مجبوری اکراه این کار کردن و قلبشون پر از ایمان به الله و نفرت به کفر شرک است، اینها را ما کفر کردن شرک کردن نمیگیم، زیرا که قصد همون عمل ندارند. بارک الله فیکم. نفرت به همون عمل دارند، میدونن همون عمل چی است لیکن علاج ندارند. فمانند عمار ابن یاسر. بارک الله فیکم. بفرمایید. جزاک الله خیرا. ششم سوال همین است که شیخ گوینده کسی که از قبرها طلب کردن این شرکی یعنی اکبر نیست؟ الله المستعان. بله. آیا همین تکفیر مقصد تکفیر همین انسان یعنی مناط کفرش چی هست؟ همین انسانی که چی نمیکرد شرک اکبر نمیگه. بارک الله فیکم. این مسئله طلب الدعاء من المیت است. این یک مصیبت همین زمان ما است، یک شرکی هست که خیلی خفی است و بسیاری ها نفهمیده شدند و بعد از طالب علم هم به ملال گشته و برگشته همین با شرک نیست جایز است گفته میگیرد. و این نمودش خیلی است. تصورش همین است که یک انسان مثلا به قبر پیامبر می رود و میگوید که ای پیامبر از الله در حق من دعا کن، از الله در حق من دعا کن که به من الله فرزند بدهد، از الله در حق من ای پیامبر دعا کن که الله به من بویگری بدهد. این انسان میگه که من از الله طلب کنم، آدمی ضعیفم، آدمی گناهکارم، الله به من دعایم یک بار نمیتید، قبول نمیشود و غیره اعتقاد دارد. و این اعتقاد دارد که اگر رفته از پیامبر طلب کند، پیامبر در درون قبر هستند، لیکن این اعتقاد دارد که پیامبر زنده اند، همینجا میشنوند و میگه که اگر من رفته از پیامبر طلب کنم که پیامبر در حق من از الله دعا کن، یعنی این رفته از پیامبر نپرسید که ای پیامبر من به فرزندت نگفت، این گفت که ای پیامبر دعا کن در حق من از الله.
چخیلی که یک آدم زنده، یک آدم موحد، یک آدم شیخ صالح عالم بر نزدش برفته میگه که ای استاد، ای برادر موحدم، در حق من یک دعا کن که الله مثلا مرا رحمت کند، مشکلیم رو آسان بکنه، شفا بتید. این درست است. این یک از وسیله های هست که سه وسیله جایزه که یک آدم زنده که حاضر است و موحد است رفته طلب دعا بکنه، دعای صالحین. و بعد از وفات پیامبر صحابگان از عمک پیامبر عباس طلب دعا میکردن که دعا کن که باران بارد. میگفتن پیامبر زنده بودن، از پیامبر طلب میکردیم، لیکن پیامبر وفات کردن، اکنون از تو طلب میکنیم ای عباس دعا کن. یعنی این دلالت میکرد که صحابگان به نزد قبر پیامبر نرفتن ای پیامبر یک دعا کنید بالای ما باران بارد، نگفتن، بلکه گفتن که پیامبر مردند، وفات کردند، اکنون ما از تو میطلبیم ای عباس تو زنده ای، یعنی پهلوان باید دعا کن. اگر این چیز جایز می بود به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله می رفتن، جایز نبود که عمر ابن الخطاب نرفتن. و در یگان جای قرآن و سنت این چیز وجود ندارد که طلب از مرده کرده شد، بلکه قرآن و سنت بیان میکند که مشرکین قریش همین عمل میکردند. همین قریش‌ها برای چی مشرک شدند؟ توحید ربوبیت قبول داشتند و شرکشون همین بود. یعنی خودشون امت ابراهیم میگفتند، خودشون مسلمان امت ابراهیم میگفتند، توحید الوهیت قبول داشتند. الله مو خلق کرد، الله رزق میدهد، الله بارون میبارند، الله زمین و آسمان نگاه میکند. این اون نکاح داشتن، طلاق داشتن، ختنه داشتن، حج داشتن، عمره داشتن. خلق اسلامی همون خلقی که گویا که بر روایت ها از اسماعیل اون می آوردن، خودشون صادق اون. لیکن میگفتن که ما انسان های گناهگاریم، بین ما و بین الله باید واسطه باشد. میگفتن ما راست به الله خودمون دعا کرده نمیتوانیم. برای همین نزد این لات منات عزا به لات منات عزا اصلا یک آدم های صالح بودند که گویا هیکل اونها تراشیده، رسم اونها تراشیده، میرفتن میگفتن که در حق ما دعا کن، ما الله برسون. انا بقى سوره زمره ببینید، اتخذوا من دون اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. اینا رو عبادت نمیکنیم مگر به خاطر اینکه الله ما رو به الله نزدیک بکنه. بالاخره الله المستعان این چیز وجود ندارد در دین ما. این شرک است. رفته از یک مرده، خواه این وفات کرده میت پیامبر یا انبیا یا رسول باشند یا اولیاء و صالحین از کسی نباشد، روید و بگید که در حق من از الله طلب دعا کن، بگید شما همین عملتون شرک اکبر است و همین عملتون مثل عمل قریش است. قریشی که در جاهلیت بودن، قریشی که در زمان جاهلیت زندگی میکردن، مشرک قریش. و این عمل حرام و شرک اکبر است. و هر کسی که همین جایز میگوید، علما در بالش قسم از علما گفتن این مثلا نازک بود، از همین جهت اول میفهمونید و قسم این آن، لیکن قول راجع همین است که کسی که همین چیز دیده است، دیگر سخنهای دیده میگه، این همین چیز میگه، این به شرک اکبر واقع میشد. و مناط تکفیرش است، مناط تکفیرش اجازه شرک است. یک. دوم مناط تکفیرش این است که یکم مناط گفتیم اجازه دادن شرک است. شرک نیست گفته است. کسی که شرک نیست میگه چی میشه؟ مشرک مسلمان میگه. دوم همون شرک کننده های مسلمان برادر میگه. سوم شرک اسلام در افجا جان شدنش جایز گفته است. در این مسئله تعویل و خطا اینی اون عذر نمیشه. بعضی میگن که در این مسئله شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بدعت گفت لیکن شرک نگفت، کفر نگفت. که میگن آخر تو جاهل یک تا سخن ابن تیمیه را چی بخوندی؟ حالا که اگر همون هم به اصول مذهب ابن تیمیه میفهمیدی، به روش منهجی که ابن تیمیه داشت، اصولی که ابن تیمیه داشت در بالای بدعت گفتن میفهمیدی، میدونستی که این بدعت مکفر است. لیکن تو ابن تیمیه را نشناختی، اصول ابن تیمیه را نمیدانی، اصول طریقت مذهب ابن تیمیه را نمیدانی، سخن ابن تیمیه را خطا فهمیدی. و دومین جهالت تو در همین است که دیگر سخنهای ابن تیمیه که در همین مسئله 27 جای دیگر با در کتابهایشون گفتن، چرا به اونها نظر نکردی؟ یا اگر به تو آورده شاید هم این کار میکنی. علما در این باب کتاب‌ها نوشتن، 10 کتاب است. طلب الدعاء من المیت نویسید، کتاب میبرد گیرت خونید. و یک از کتاب‌هایی که بهترین نوشته شده است ایمن الانقری حفظه الله، ایمن الانقری در همین باب کتاب نوشته است، طلب الدعاء من المیت، حکم طلب الدعاء من المیت. شیخ خالد المرضی الغامدی هم یک مطلبی نوشته است، حکم طلب الدعاء من المیت. نظر بکنید. و دیگر از علما هم بسیار نوشته است. لیکن افسوس که این شبهه از بعض از طالب علمانی که منهجشون که کمی خلل دارد، علمایی که از اونها درس گرفته هستند کمی خلل دارد، همین مشکلی به وجود آمده است.
الله المستعان. احتیاط باشین. سوال نوبت شیخ عزیز، دوام سوال. یعنی در اینجا گفتگی است که همونهایی هستن که میگن که این بله شرک اکبر هست، لیکن در این مسئله خلاف است. حکم اونها چی است؟ الان از گفتین این است که گوینده ها شرط تکفیر میکنند. بعضی از علما همچنین صحبت را گفتن، لیکن این شرک اکبر واضح هست. الله المستعان. گوینده هاش معلوم است و این سخن رو علمای اهل سنت نگفتن این در این مسئله خلاف است. اگر جاهلی اگر نگفته باشد، علماهایی که ما دیدیم این سخن نگفتن. این معروف است. والله المستعان. الله المستعان. بارک الله فیکم. شیخ سوال نوبت این است که یک شخص در تنش سپیرت میشکه، برای یگان کسلیش جایز است یا نه؟ اولا بله. آخرش خونم بله بله. طهارت داشته باشد، طهارتش میشکند یا نه؟ اگر در دوخی آمیخته شود چی حکم دارد؟ بارک الله فیکم. اگر در چی آمیخته شود؟ دوخی ها یعنی بوی هایی که بله 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 بله. اولا بارک الله فیکم. سپیرت آیا برای طبابت استفاده بردنش درست است؟ الله سبحانه و تعالی چیزی حرام رو برای شفا بخش و طبابت استفاده کردنش رو حرام کرد، الا در حالتهای ضرورتی که دیگر هیچ علاج نیست. خیلی که الضرورات تبیح المحظورات علما میگن. ضرورت چیزهای محظوره که بعضی حرام هایی که شدگی است در حالتی که دیگر علاج نیست جایز میداند و این قاعده از قرآن گرفته شده است که الا ما اضطررتم علیه میگن، مگر در حالتی اضطرار. اضطرار یک درجه پست از اکراه است، یعنی انسان به حالت هلاکت رسیدنش ممکن است، به یگون حالت وزنینی بد رسیدنش ممکن است که در این حالت بعضی از محظورات برایش جایز میشود که این به اتفاق علما است که در این حالت انسان خوب استفاده نمید، به حالت ضرورت استفاده میبرد. خیلی که الله میگه فمن ابتغى غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما جعل الله شفاء امتی فی الحرام. الله شفای امتی مرا در حرام قرار نداده است. به همین لفظ در بخاری و مسلم حدیث روایت ذکر شده است. شفای امت در شفای انسان ها و به خصوص امت اسلام در حرام نیست، در شراب و سپیرت و اعوذ بالله پیشاب و روغن و گوشت و خوک و سگ و غیره و این یک زینت شیطان است. شیطان انسان ها را به همین مسخره میکند، استهزا میکند. بنده های الله از همون نعمت های حلال الله شفا بخش دور کرده به جا میبرد، به نجاست آمیخته میکند. اعوذ بالله. امروز ببینید چقدر انسان ها به نجاست داخل شدن به خاطر انا همین طبابت میگن. طبابت هرگز به راه حرام نمیشه و طبابت الطب النبوی معروف است. کتاب ابن القیم الجوزی طب النبوی و دیگر کتاب های علما رو نظر بکنید چقدر الله سبحانه و تعالی به بندگانش مهربان است و چقدر کسلی هایی را که خلق کرده است و چقدر به این کسلی ها دواها رو خلق کرده است. حتی کتاب هم هست الداء و الدواء، کسلی و دوای اونها. ابن القیم الجوزی میگه الداء و الدواء، کسلی ها و دوای اونها. یک کسلی صدها دوا دارد. اگر شما به طبق سنت رسول الله زندگی بکنید بسیار کسلی های شما برطرف می شود. هر آن کسلی که الله سبحانه و تعالی در تقدیر نوشته باشد که شفا مییابد حتما به واسطه کدام عملی شما شفا مییابد. لیکن از سنت که دور شدید ویروس ها کسلی ها به وجود میاد. اولین ویروس و کسلی ها از همین طبقه‌ای که روش نپوشیده است، لگن، پیوله، چوینکایی که روش کشوده است، در درونش آب است یا یگون میوه یا یگون چیزی تناول کردنی، شب میسه فردا میخیزه تناول میکنید، ویروس کسلی مشکلی به وجود میاد و بالاخره این چنین کسلی ها بسیار است، دواش موجود است. از همین جهت ما میگیم که سپیرت رو استفاده نبرید الا در حالت های ضرورتی که دیگر علاج نباشد. مسئله دوم، آیا سپیرت یا شراب اگر به بدن انسان رسد وضو رو میشکند؟ این مسئله باز میگردد، اصلی مسئله باز میگردد به این که آیا سپیرت و عرق شراب این نجاست است یا نیست. اگر نجاست بگوید بله، شما باید همین جرا حتما پاک بکنید. اگر پاک نکنید
شما البته وضو شکست نمیگه، باید همین پاک کنید میگه، همین جایی که سپیرت آمیخته شده. اگر پاک نکردن نماز خونید، نمازتون نماز نیست. وضوتون وضو است، لیکن نجاست پاک باید باشد. شرط نماز فقط وضو کردن نیست، شرط نماز از نجاست پاک بودن است. توجیکی به بازیب کرده میگن که آب پاک جامعه پاک میگن. آبت پاک باشد، وضو داشته باشی، جامعه پاک یعنی لباست، تنت، جسمت غیر از وضو در جسمت نجاست نباشد. آخر من وضو کردم بگوی، لیکن در جسمت اگر نجاست باشد نمازت نماز نیست. وضوت وضو است، لیکن نجاست رو از بدنت تا پاک میکنی، بعد نماز میخونی. و عیناً اگر گفتیم که سپیرت یا شراب وضو را میشکند، وضو را نمیشکند، لیکن آیا اگر در بدنتون سپیرت یا انامین وضو مولیده مس کشیده شده باشد و رسیده باشد، آیا نماز شما صحیح است یا باطل است؟ این مسئله باز میگردد به این که آیا سپیرت و شراب نجاست است یا نیست. در این مسئله اختلاف است. مذهب حنفی نجاست میگن. حنفی ها هر بدنشون اگر همین چیز باشد نمازشون باطل است. مذهب جمهور و بخصوص شافعی و غیره میگن که نجاست نیست. و قول راجح نجاست نیست. قول راجح سپیرت و عرق حرام است، از پلیدی شیطان است، نوشیدنش حرام است. دوا از این گرفتن، دوا این دوا گفته استفاده بردن حرام است. دوخی به استعمال کردن زدنش حرام است. خریدنش حرام است. لعنت کرده شده است کسی که میخرد، میفروشد، میریزد. این وای به خاطر دواگی اون پیامبر مطلق خریدنش حرام کرد. حرام است اما نجاست نیست. به مانند سیگارت، سیگارت کشیدنش حرام است، خریدنش حرام است، اسراف است و غیره. لیکن اگر سیگارت خودش نظر کنید، سیگارت از یک برگ ساخته شده است، نجاست نیست. کشیدنش حرام است، خریدنش حرام است، اما کیسه شما با سیگارت باشد و بی خبر نماز خونید، نمازتون نماز است، برای که برگ است. عرق هم همین است، لیکن عرق وزنین‌تر از سیگارت است. برای که در بالای سیگارت علما اختلاف نکردن که نجاست است یا نیست، همه گفتن که نجاست نیست، یک گیاه است. اما در بالای شراب اختلاف شدید شد، در بالای سپیرت اختلاف شدید شد. برای همین از اختلاف برای دور شدن ما میگیم که همیشه بهتر و افضل است که وقتی که یک بدن شما به شراب به سپیرت مالیده شد، حتما پاک کنید، یک لطه تازه شوید، پاک کنید، گشته و برگشته یا شوید، بعد نماز خونید. و انمین احوط است و بهتر است و از اختلاف بیرون شدن است و یقین شما را با دور میکند. یعنی یقین شما را با چی میکند؟ از همین شبهات بیرون کرده، دور کرده و شما را در یقین ثابت میکند. اما اگر بناگاه شما به همون سپیرت مالیده، به همون شراب مالیده، به جای اوکال، سوزن و غیر و غیره، یا به جای اون میکروب مالیده و نماز خوندید، نماز شما نماز است. شراب و سپیرت نجاست نیست، اما بهتریش همیشه پاک باشید. بارک الله فیکم. اما مسئله سوم، آیا در دوخی ها استفاده بردنش ممکن است؟ نه، ممکن است، حرام است. ما در همین مسئله سوم که چی دارد؟ سپیرت دارد، یک حلقه کرده بودیم سال 2017 یا 18 بود. همین وجود دارد، نظر بکنید دوخی هایی که سپیرت دارد. اولا برای چی؟ برای که خریدن این دوخی ها اول حرام است. برای که امروز دوخی ها بینید، مشهورترین دوخی ها 80-85% سپیرت است. شما وقتی که دوخی میخرید سپیرت خریده شدید. خریدن سپیرت حرام کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم. فروشنده و خرندش لعنت شده است. 10 کس در شراب لعنت شد. فروشنده، خرنده، ریزنده، برنده، آورنده و کسی که مخصوص میوه هایش رو برای سپیرت آماده کرده میکرد. از همین جهت خریدن این دوخی جایز نیست و بعد از این استفاده بردنش جایز نیست. اما اگر استفاده برد، بناگاه کسی استفاده برد این دوخی که 85% سپیرت دارد، نماز خوند، نمازش چی است؟ باطل است یا نیست؟ نیست، نماز باطل نیست. قول راجح از نظر مذهب حنفی نمازش باطل است، برای که سپیرت نجاست است در این مذهب. و نه فقط مذهب حنفی، علمای معاصر مثلا ناصر الفهم میگه که همین قول صحیح است، میگه مذهب ابو حنیفه صحیح است، میگه خیلی دلیل های قوی میاره. اگر بعضی آدم خونت شاید در همین مسئله رسول نوشته است، من خوندم قریب من همین مذهب برفتم، لیکن والله اعلم آینده به نظر میکنیم این یک چیزی فقهی اجتهادی خیلی سخت است. لیکن
اگر حاضر قول صحیحی که علما بعد از تحقیق بیان کردن گفتن دوخه که سپیرتی است اگر زد و نماز خواند نمازش باطل است لیکن گناهگار است انسان گناهگار شد. بارک الله فیکم. اینجا برادر گذاشتم درباره دوخه. اما پراتسیت های معده که از تو گم میشه دنیا در همینجا هست. بارک الله فیک. بسم الله بفرمایید. من کوتاه شیخ میگم به برادری که سوال دادن گفتن همون بعد هیجامه کردن برای میکروب کشتن هم سپرت میمونند. بله این چیز است لیکن ما مثلا بعد از هیجامه سپرت نمیموله. بعد از اینکه هیجامه گرفتم روغن زیتون مولیدیم. روغن زیتون هم به طریق همون دیخلافوس بخور آورده است میزنید این ان شاء الله بهترین حمایت کننده دور کننده از میکروب است ان شاء الله. بارک الله فیک. سوال نوبتی از خواهر شیخ امید دراز است که میخونم. الله استغفر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد ببخشید. السلام علیکم استاد. الله شما و کل موحدین را حفظ نماید. الحمدلله شما را سبب کرد که بسیاری از مردم عوام از جمله من توحید را آموختم. ثم الحمدلله بفضل الله از پس آموختن نعمت الله هستیم. از شما یک خواهش داشتم. همه روزه میبینم که در رسانه ها صحبت دعوت های شما نشر می شود. الحمدلله ما نیز منفعت میگیریم. خواهشم این است که در همین مسئله بحث و جنگ و دعواهای خانوادگی یک صحبت کنید چون که این مسئله امروز در جامعه مثل یک ویروس است که از آن زن و شوهری که جنگ میشوند دیده ضررش به معینه کودکان زیادتر میرسد و حتی بعضا سبب خودکشی کودکان میشود. اعوذ بالله من ذلک. الله از شما راضی باشد. در همین موضوع یک صحبت کرده یک اهل توحید را در این بابت نصیحت نماید. جزاکم الله خیرا. بارک الله فیک. الله المستعان. اولا الله اکبر. الله اکبر. لا اله الا الله والله اکبر. الله اکبر ولله الحمد. این تکبیر و این شعار یکتاپرستی را به خاطر این میگویم که حمد به همون الله یکتا و تنها که شریکی ندارد، که ما بندگان ضعیف و فقیر و ناچیز را از بین بندگانش اختیار کرده است تا که بهترین کلام الله کلام خودش را بیاموزیم و بیاموزانیم، سخنهای رسول الله را بیاموزیم و بیاموزانیم. و این نعمت الله به سر ما هست و این فضل الله هست که به ما نصیب کرده و ما را اختیار کرده. یخلق ما یشاء و اختار. الله چیزی را خواست خلق میکند و کسی را و چیزی را خواست اختیار میکند. از الله طلب میکنیم که ثابت قدم در دینمون، در عقیدهمون، در منهج رسول الله ما را نگه بدارد و با کلمه لا اله الا الله و به بالاترین درجه از این دنیا رفتن را و فوت کردن را نصیب بکند و از فتنه های این زمانه، فتنه های ظاهر و باطن ما را نگه بدارد. پناه میبریم به الله از تمام فتنه ها و به الله شکر میگوییم، شب و روز حمد میگوییم و از الله طلب میکنیم که ای الله این نعمتت را از ما کم نکن، توفیقت را از ما کم نکن، ما را به نفسهایمان مثل یک میجه زدن هم طرفت عین هم نگذار، ولا تترکنا الی انفسنا طرفت عین. ای الله ما بنده های ضعیف تو هستیم، ما به فضل و کرم تو احتیاج داریم، محتاج هستیم. الله ما را از این فضلت محروم نساز. فضل علم، فضل فهم، فضل درک، فضل دعوت در این راه، فضل میراثخوری رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. امروز میراثخوران زیادند اما ما میراثبران رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم. از الله میخواهیم که آخری انجام سرانجام ما بخیر باشد، حسن الخاتمه در بالای ما باشد. از الله طلب میکنیم که الله حسن خاتمه را نصیب بکن، وفات کلمه لا اله الا الله را نصیب بکن. الله با عزتمندی و سربلندی به نزد خودت ما را ببر، با کلمه حق زندگی بکنن و با کلمه حق با اهل حق ما را وفات بکنن. الله از ما رضا باش به دیدن جمال خودت، همنشین رسولت
و صالحین و انبیا نصیب بکن. الله انا همین تمنا را داریم که ما را خودت به همین درجه ها به فضلت ببر و این کرم این فضل الله را ببین که یک طالب علم و یک چند طالب علم وقتی که کمی به خاطر دین الله حرکت کردند، الله به فضلش و به کرمش کمکش میکند، نصرتش میدهد. قسم به الله، من در گرد خانه کعبه وقتی که طواف میکردم، هر وقتی که طواف میکردیم از سال 2008 تا 2015 و بعد از این هم هر وقتی که به عمره و حج میرویم، همیشه دعا میکردم و دعا امروز هم میکنم که الله جوانهای ملت ما را، جوانهای تمام امت اسلام را هدایت بکن. الله ما را سبب بکن که توحید ظاهر بشود، امت جمع بشود و ما امید داریم که این دعای ما را الله قبول بکند و طالب علم ها هم باز بیایند همراه ما باشند و حق منتشر بکنیم و ظاهر بکنیم و فتنه شرک و کفر نابود بکنیم. مقصد یعنی ما یگانه مقصد است که ظاهر کردن توحید، ظاهر کردن حق و نابود کردن شرک و باطل است، دیگر هیچ چیزی نیست. و ما الحمدلله به فضل الله خرسند هستیم که اگرچه ما از رزولتت، از نتیجه، انتظار رزولتت و نتیجه نیستیم. دعوت منهج این است که دعوت میکنی و انتظار نتیجه و رزولتت رو نباید انتظار باشی. اما این نعمت الله هست که امروز ما نتیجه رو میبینیم. خیلی خواهر میگه خودش و چقدر انسان ها فهمیده شدن و دعا میکنیم که باز به همه جا منتشر شود و پخش شود و همه این برادرایی که همراه هستند، همه کسانی که کمک میکنند، نصرت در دین میکنند و در منتشر شدن حق میکنند، الله همه اینها را از جمله دعوتگران و طالب علمان قرار بدهد و اجر بزرگی را نصیبشون بکند. در زمان غربت ظاهر کردن توحید این بزرگترین اجر است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث گفتند لوددت لو رأیت اخوانی، دوست می‌دارم که برادرانم را ببینم. صحابگان گفتند اولسنا اخوانک یا رسول الله، ای رسول الله آیا ما برادران تو نیستیم؟ باز کدام برادرانت را می‌خواهی ببینی؟ رسول الله گفتند بل انتم اصحابی الاخوان لم یأتوا بعد، بلکه شما صحابگان من هستید، برادران من حالا نآمده اند، آنها در آخر الزمان می آیند که لهم اجر 50، آنها اجر 50 نفر را یک نفر دارند. یک عمل میکنی اجر 50 نفر را میگیری، 50 برابر اجر میگیری. صحابگان گفتند منهم او منا، 50 برابر از همون زمان خودشون بوده دیگر انسان ها زیادتر، یا که 50 برابر ما؟ پیامبر گفتند منکم بل منکم. یک کسی که در آخر الزمان، قریب الزمان، در زمان فتنه، منتشر فتنه و شرک و کفر می آید و حق را میگوید، هر یک حق، هر یک عملش، هر یک دعوتش 50 برابر ثواب دارد. از صحابه ها دیده در زمان صحابه یک عمل کنی یک ثواب داشت، امروز یک عمل کنی 50 ثواب دارد. الله اکبر، الله اکبر. اما این دلالت نمیکند که امروز انسان ها از صحابه افضل هستند، نه، 100 برابر زیادتر ثواب به تو نوشته شود هم نصف یک کفی اونها صدقه کرده رو برابر نمیشوی. لو انفقتم، میگن پیامبر صلی الله علیه و مثل احد ذهبا لا يعدل کف احد منهم، با روایت های گوناگون، اگر مثل کوه احد طلا صدقه کنید هم برابر یک کفی دستی که اونها یک صدقه کردن به هم برابر نمیشوی. لیکن با وجود همین اجر زیاد الله سبحانه و تعالی نصیب میکرد. اما در مسئله طلبی که خواهر کردند که در مسائل زناشویی و کشمکش‌هایی که امروز در خانه ها میشود صحبت بکنید، ان شاء الله یک صحبت مخصوصی رو در آینده ذکر میکنیم. و این همه سبب کشمکش ها در چیست؟ سبب ناآرامی ها در چیست؟ در عدم ایمان است، در نبودن توحید است. قسم به الله اگر به توحید چنگ بزنن زن و مرد، در زندگی مشکلی به وجود نمیاد. مشکلی در خودی انا همون انسان هاست. الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه من عمل صالحا من ذکر او انثى، هر کسی که عملی صالح کند از مرد یا زن، زن و مرد، فلنحيينهم حیاتا طیبه، ما برای اینها حیات طیب رو، پاک رو، امن و امان رو عطا میکنیم. الله اکبر.
حیات طیب، حیات پاک، حیات زیبا، حیات سعادتمند میخواهید، عمل صالح کنید. عمل صالح اولش و اساسش و اصلش و ریشش لا اله الا الله است، اصل دین است، توحید است. و بدترین عملی که عملی فتنه هست و فساد است و باطل است شرک است. شرک ترک کنید، از مشرکین دور شوید و براءت کنید و توحید چنگ زنید و با موحدین باشید. زن و شوهر حیات شما حیات طیب میشد، خوشحال و خوشبخت و بسیار مشکلی ها از بین شما برطرف میشد. ولیکن با وجود این همه ما انسان هستیم، ما شهوت داریم، ما نفس داریم، ما غضب داریم، ما کمبودی ها داریم. کمبودی همیشه در بین زن شوهر شدنش ممکن است. خیلی که در حدیث متفق علیه امام بخاری و مسلم روایت میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که زن از قبرگاه چپ مرد خلق شده است. الله اکبر. و برای همین زن کمی مشکلی دارد میگن. این تکره منها شیئا، اگر از زن یک چیزی بدی رو دیدی، یک چیزی دیگری خوبش هست که چیزی بد رو فراموش میکنند. همه زن اگر یک کمبودی داشته باشد 100 خوبی دیگر دارد. کمبودیش رو بزرگتر از این همه خوبیش نبین، بلکه خوبیش هم هست. و پیامبر میگن که اگر خواهی که زنت رو مستقیم بکنی، یعنی درست کنی کمبودیشه، لیکن سخت راست میکنم وی سخت، همون از قبرگاه چپ که کج هست راست میکنم وی 100% زن کامل میکنم وی قبرگاه رو میشکنی، یعنی طلاق میتی. زندگی کردن زن کج کم کمبودی همیشه دارد نسبت به مرد دیده. این تحقیر زن نیست، این چیزی که همین هست. شوهر نباید زن 100% از همه جانب ایدئالی، کامل، مکمل راست میکنم گفته باشد. این چنین دلت کشد تو زن زنده کردنت طلاق میتی. برای که پیامبر گفته راست کردنش طلاق دادنش است، میشکنی. مرد باید قبول کند منهجاً دیناً این وصیت پیامبر را بگوید که هر یک زن کمبودی دارد، لیکن کمبودی زنی موحده اگر چه کمبودی دارد خوبیش غلبه بر کمبودیش میکرد، خوبیش نابود به کمبودیش میکرد. خوبی زنی موحده که همین است، همیشه دلت به بالایش آرام است از زنا، از خیانت که نام تو را به دویسی میبرد. همین است که مردم زیاد از این نعمت دور هستند و به زنشون باوری ندارد. خواب میکند، میخیزد، شب و روز بر زنش یعنی یک گمانی بد دارد، باوری به زنش ندارد. برای چی؟ برای که زنش در حقیقت همچین مشکلی دارد. اما زنی تو موحده است، نقاب میپوشد، حجاب میپوشد و حکم این عمل میداند. مگر انا همین آرامشه که زنت به تو به همین امانت داریش به تو داد، دیگر کمبودی های کمی که یک چند کمبودی های دیگر است برطرف نمیکنه؟ میکنه البته. دوما زن صالحه هرگز شوهر موحد خود را، شوهر صالح خود را به سوی بدی دعوت نمیکنه. زیرا که زنهای هستند که امروز شب روز شوهر خوده موری هم میگه پول بیو، تمام می دزدی، می موری، شکار میکنی بکن، پول بیار میگه. لیکن موحد وقتی که به سوی حرام رفته نمیشد، زنش میگه که نه لقمه حرام که وردی من نمیخورم، میگه از حرام تو را باز میبرد، تو را از بی عبادتی، از کفر شرک باز میبرد. برای همین کمبودی هایی که بعضی هست البته که چشم باید پوشته شد، لیکن با وجود همین این مشکلی ها بود، مشکلی هست، لیکن مشکلی رو به خوبی باید برطرف کرد. باید به شکست زندگی، نابودی زندگی نباید برد. صبر در زندگی علمی خودش یک نمود عبادت است. بارک الله فیکم. برادر عزیزم، با همین صحبت من به پایان رسید. الله همه شما مسلمان ها برادران و خواهران عزیز را حفظ کند. الله به همه شما برکت بدهد. الله به همه ما شما علم، عمل،
فهم درک مسائل رو نصیب بکند، از فتنه بدعت و شرک و خرافات و خرافاتگران و اهل بدعت ما را دور بکند و ان شاء الله این صحبت ها را با بردوام کند و درس های ما را درس های مبارکه قرار بدهد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ابو عبدالرحمن حفظك الله معامله خوی میکنم. بله هم مسئله که با برادر طالبین سوال داشتن، یعنی همین دو خیلی مسئله است، یعنی با پرس میکنن الله استون کرد با خیلی اصرار کرد بفرمایید. همون که مثلا چقدرش آمیخته شود جایز است همین سپیست؟ وقتی که ما علماء را دیدیم میگد که اگر به دوخی مثلا یک تا 3-4% باشد و این همون در بینش که نابود شده باشد ما اینا سپیرت نمیگویم، بلکه این نابود شد از همین جد این بوک ندارد میگد، اما این 70% و 80% و 50 و 60% میشد این سپیرت خالص میشد میگد. برای همین 4-5 باشد هیچ گپی نیست میگد، که بولوش ممکن نیست میگد. بارک الله فیکم. با یک سوال یه میگن که همون روغن در نظرمون نیست، اگر خوب که شویل درجه نمیشه بعد میشه که مش سپیرت که شکمی همون نماز خونه. بله میشد که سپیرت شکت و نمازم خونید، برای که ضرورت، ما گفتیم که ضرورت که شد دیگر علاج نیست، ضرورت است. الله حفظ کند همه شما را. الله به طالب ما اهل سنت ان شاء الله نصرت سنت نصیب بکند، اهل بدعت الله خور و ذلیل بکند اخزاهم الله. الله صفی موحدین و صفی ان شاء الله چنگ زنندگان به لا اله الا الله زیاد بکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دیگه برادرو مشایخ ان شاء الله صحبت دوام بده، سوال جواب بکند. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. اخی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یگون که زفیز کرد سبحان الله من قریب 40 minut زفیز کردم آواز ندارم. الله آخر شما در بالون نباید میسید، من شما رو گفتم که با پایان فرید حضرت دبس کنید، گپ ما دو در گوش نمیکنید. ما فکر میکنید که ابو عبدالرحمن شیخ جای کمیتر یک تمام عذر میکشم اخی جان. ممکن است اگر چی نباشد من در مسئله همون تقلید که کتاب شیخ نوشته ابو محمد مدنی حفظه الله را خونده افتاده بدیم دوام تیم. بارک الله فیکم. اگر اخی محمد یگون موضوع خصوصشون نداشته باشن. اخی محمد الله استون میکنه. السلام علیکم و رحمت الله. نه صحبت کردن گیره برادر، من گوش میکنم، گوش کردم. الله استون کنه بهترین. الله استون برادر اگه متذبذب شده باشین پارتین ان شاء الله. السلام علیکم. ابو محمد پارتون میتونید ان شاء الله. یا برات ها بارک الله فیکم. اخی محمد هستید اینجا اخی جان؟ یه بار تلگرام تو نگاه کنید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر. بسم الله. سوال داشتم برادر. بفرمایید اگر دوستم شما جواب میدید. انشاءالله. ما در بریتانیا قرار داریم. مقصد که مسجدهایی هستند اینجا دا ما اینا میدونیم که یک چند مسجد است مدخلی، یعنی مثل امامایی که از قفای وایو نماز میخونی، دیگراش هم مثل عقیدهاش هم نمیدونیم. ما بعدش صوفی ای مثل که جایزه که ما بریم که نماز جمعه را بخونیم. بارک الله فیکم. در این مسئله چگونه که سفیان ثوری میگن، مذهب سفیان ثوری و همه اهل سنت و جماعت به این قبول دارن این مسئله را. برادر جان من، هر کسی که ای پیشش نماز میخونید علاوه خصوص در دولت‌های کفری تحقیقش بکنید برادران، ببینید که در همون علامت‌های اهل سنت و جماعت باشد، نگاه بکنید. چون که الحمدلله فهمیدید مسجد مدخلی ها و مسجد صوفی ها
اگر هر دوی همین نباشد انشاءالله که اهل سنت و الجماعت است. اگر اخوانی ها نباشد، اخوانی ها یا که حزب تحریر هم بسیار است برادران، از همین جهت هوشیار بشوید، نگاه بکنید، سخنهاش گوش بکنید که سخنهاش مثلا طبق اهل سنت و الجماعت است یا که طبق مدخلی ها یا طبق بارک الله فیکم این تحریری ها است. زیرا که انسان موحد از همین سخنهای همین برداشت کرده امروز انشاءالله میتواند که او منهج دارد. بارک الله فیکم. بارک اما الله فیکم. تحقیق بکنید بهتر و خوبتر است. اگر که ما برادر عبدالرحمن اگر که ما این انگلیسی گپ میزنن مثلا ندونیم همین چیزا، نماز خواندن مثال جایزه یا باید ما ایسر نمازمون بخونیم؟ برادرم نگاه بکنید که علامتش علامت اهل سنت و الجماعت است. خیلی است مدخلی نباشد، مدخلی ها رو فهمیدید که صوفی ها رو فهمیدید. نمو خیلی مثلا تحقیق بکنید برادرم. متریدی و اشعری باشد چی؟ اونها کافر هستند. چون اونها مدخلی ها هم کافر هستند، اشعری ماتریدی هم کافر هستند. چون نماز خوندن جایز نیست. اونا میدونیم عقیدهشون خیلی اینکه وقتی موعظه را سر میکنن مقصد نمیگن این کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار، مقصد که همین سخنو دیو نیستن. بعد هر جمعه آدمو رو علیش میکنن کو مثلا دولت روی میکنن. من نمیدونم والله علم. تحقیق بکنید برادران، تحقیق بکنید بعد بخونید. اگر که این باید سوال دیگه ده، اگر که ما ندونیم عقیده ویا اینا میره ما نمیدونیم عقیدهش که چی عقیده نماز ما باطل میشه یا نمیشه؟ در دارالکفر تحقیق میکنید برادران. یعنی تحقیق نیم بعد از پس چون وقتی کاملا فهمیدیم که اهل سنت و جماعت هستیم بعد نماز بخونیم. هم خیلی بله بله برادر. بارک الله فیک. جزاک الله جزاک الله. همین یگان مشکل نیست. همطور رفته از رنگ آدم های عادی سوال بیته که جهل عذر است یا نیست، الله در کجا است؟ فهمیدید؟ شیخ اوسپیده خیلی خب الله حفظتان کنه برادر. تشکر زیاد. ابو زینب گفتن که چطور صحبت کنید. من در همینجا میبرید همراهش رو صحبت میکنید، میپرسید که اجازه هست یا نیست که مثلا در همون تنهایی صحبت کرده باشه. بارک الله فیکم. این گپ من به ابو زینب است. الله یسلمک. خب برادر. بارك الله فيكم. أبو هارون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد المعاذ نو طبعا بفكر ما هم الله يبارك فيك. این مردم اما خوب از دیگه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر. حضرت جان درباره هم پیت تو پی گفتم سوال کنم، درست هست درست نیست؟ پیت بولی پیت تو پی در بیرج دلار میخری با تو چی بفهم؟ من این گپا رو برادرم نمیدونم. شیخ من سوال نیست. فهم حضرت جان جزاک الله خیرا. و یک بارک الله فیکم. افیو پایان بفرمایید ان شاء الله صحبت بکنیم. الله یسعدتون کرد. یه باقی محلی بیداد اومده صحبه ویرون بارک الله فیکم. من فکر میکردم که درباره چی صحبت بکنیم. درباره الله یسعدتون کرد کتاب بخونیم دوامش، لیکن تصمیم ما این بود که درباره نفاق و ضررهای نفاق ان شاء الله صحبت بکنیم. بارک الله فیکم. یک سلسله درس ها داشته باشیم در این مسئله که و برادرها خودشون از نفاق احتیاط بکنن و از منافقین رو بشناسند. بارک الله فیکم. ان شاء الله موضوع ما درباره نفاق است. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اهل التوحید، الله سبحانه و تعالی هر یکی شما را حفظ بکند و توفیق بدهد ما و شما را که شب و روز تحقیق کننده توحید و منتشر کننده توحید باشیم و از جمله کسانی باشیم که نصرت دهنده دین الله باشیم و از کسانی باشیم که از ملامت کنندگان هراسی نداشته باشیم. اون ملامت کنندگانی که از مداخله، از صوفی ها، از حکومتی ها، از حزبی ها، یا که از اشعری و ماتریدی ها. بارک الله فیکم. زیرا که چنانی که استاد امروز هم ذکر کردن و ما هم ذکر میکنیم، همه وقت در همه زمان حتی رسولان رو مشرکین و آنهایی که در دلهایشون مرض و بیماری و شرک و کفر بود اذیتشون میدادند، ملامت میکردند و مسخره و تحقیرشون میکردند. پیامبران حق را رساندند و تا روز قیامت انشاءالله پیروان پیامبران حق را میرسانند و ما را پیروان حقیقی رسولان بکنند. و چرا این موضوع رو انتخاب کردیم؟ بارک الله فیکم. و به استادم ابو محمد مدنی حفظه الله، علامه خراسان، جزاک الله خیرا میگیم به تعلیم های دادهشون و به نصیحت های خوبشون که ما رو همه وقت در برمون هستند و دستگیریمون میکنند و نصیحت های بهترین و خوب و اون نصیحت هایی که به نفع این دنیا و آخرتمون هست میکنند. جزاکم الله خیرا میگیم. الله حفظشون بکند و پدر و مادرشون به صبر بتید و الله سبحانه و تعالی این وشون رو بازیاب بکند. چرا این موضوع رو انتخاب کردیم؟ زیرا که موضوع نفاق و موضوع منافقین، برادرهای عزیزم، این یکی از دروازه های کفر است و این مسئله نفاق مسئله بزرگ است. از یک جهت خفی است، پوشیده است، و از دیگر جهت کفریش و جزایش بدتر از شرک و کفر است که انسان اگر منافق خالص شد، انسان را الله سبحانه و تعالی به قهر جهنم میپرتاید که پایان ترین جهنم برای منافقین است. بارک الله فیکم. از همین سبب ما این موضوع بزرگ رو انتخاب کردیم و در این مسئله صحبت میکنیم و سلسله درس ها برای برادرها پیشنهاد میکنیم که نفاق چند نمود میشود، نفاق اکبر است و اصغر است و غیره. همه مسئله رو انشاءالله بیان میکنیم، زیرا که امروز منافقان در جامعه ما خیلی بسیار شدند و شاید بعض از ما و بعض انسان ها حتی فکر نکنند که آنها منافق هستند، زیرا که منافقانی که در دور رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، آنها نمیدانستند که منافق هستند، خودشون فکر نمیکردند که منافق هستند، زیرا که الله سبحانه و تعالی میگوید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. و هنگامی که به آنها گفته میشد در روی زمین تباهکاری نکنید، آنها میگفتند که ما اصلاحکار هستیم و خود آنها از این بیخبر بودند که فسادکار است. و انسان چی وقت میفهمد که فسادکار است یا که اصلاحکار است؟ همون وقتی که توحید را خوب بیاموزد و چی عملهای نفاق است و چی عملها ایرا که الله سبحانه و تعالی و پیامبرش صفتهای منافقین گفتند. بارک الله فیکم. و آموختن این مسئله بر ما میفهماند که ما اون عملهایی که
صفتهای منافقین است از او دور بشویم و بفهمیم که کی را الله سبحانه و تعالی منافق خالص گفته است و حکم منافقان چی است و جزای منافقان در آخرت چی است و با منافقین چگونه برخورد کرده باید شود و با آنها چگونه رفت و آمد کرده و چگونه با آنها معامله کرده شود. زیرا که امروز از سبب بسیاری ها ندانستن با منافقان چگونه معامله کردن، بعض وقت می شود که و به سر خود مؤمن ها بسیار مشکلی های آمده ایستاده است، یا به سبب اینکه ملایم گرفتن آنها با اینها خیلی خوش معاملگی کردن یا که با آنها سخت گیری کردن. یعنی عمل را یعنی ناسنجیده نادیده کردن موحدین یا با طریق اینکه با طریق مهربانی بودن یا که با طریق سختگیری کردن بر بالای ما بعض ضررها و بعض مشکلات ها آمده ایستاده است و آموختن این مسئله بر ما می آموزاند که اول جایگاه منافقان در کجا است و دوم این می آموزاند که این نفاق هم کفر اکبر است که انسان را از ملت اسلام خارج میکنه و سوم این که ما مسلمان ها را می آموزاند که چگونه عملهای من را از نفاق تازه بکنیم و پاک بکنیم و به الله نزدیک بشیم. و چهارم این که این مسئله خطرناک است و مسئله بسیار خفی بودنش می آموزاند. و پنجم مسئله که مسلمان رو وادار می کند که همیشه در فکر این باشد که عملهایش از نفاق پاک باشد، که چگونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم می گویند که وقتی که انسان مسلمان یک گناه می کند به قلب او یک نقطه سیاه پرتفته می شود. اگر انسان توبه نکرد اون نقطه وسیع می گردد و قلب انسان مؤمن رو یا که انسان مسلمان رو به سیاهی پوشیده می کند که بعد از تمام قلبش رو اگر سیاهی گرفت انسان جدا کرده نمی تواند حق را از باطل. و نفاق هم همچنین است که به دل انسان افتید، اگر او را دانستی و از او دوری نجستی و او دوامناک شد و به یک نفاق دیگر دل انسان به پرگی سیاه می شود و انسان بعد از این حق را از باطل جدا کردن نمی تواند. و چگونه که وصف اینها را الله سبحانه و تعالی کرد و گفت که و هنگامی که به آنها گفته شود که فسادکاری نکنید، در زمین فسادکاری نکنید، آنها میگویند که به تحقیق ما اصلاحکار هستیم، اصلاح کرده شدیم. سبب چی؟ سبب این که نفاق و گناه دل آنها رو پوشیده است و آنها بین حق و باطل جدا کرده نمیتوانند. و الله میگوید که الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهمیده استودید اهل توحید، این مسلمان ها، الله میگه که آگاه باشید که به تحقیق تباهکاران آنها ولیکن آگاه نمیشن، یعنی ولیکن نمیدانند آنها که همین خودشون تباهکار است. بدی نفاق بارک الله فیکم همین است که انسان خودش نمیفهمد که انسان بدکار شده است و در راه شیطان خدمت میکند و بر مسلمان ها ضربه میزند و بر علیه مسلمان ها خسته است ولی که خودش نمیداند، خودش رو اصلاح کار میکند. و دیگر سبب اختیار کردن این موضوع به جانب کفر دخل دارد، کفر نفاق،
که شاید بسیار برادرها از این کفر بیخبر باشند و نمودهای آن که چگونه انسان به کفر اکبر نفاق داخل می شود، وقوع می شود، چه عملها را دست بزند. بارک الله فیکم. از همین سبب با توصیه استادمان شیخ الاسلام ابو محمد المدنی، شیخ علامه خراسان، این موضوع را اختیار کردیم و با توفیق الله با قدر استطاعت در این مسئله صحبت میکنیم. بارک الله فیکم. تا اینکه خودی بنده و شما برادرها و خواهرهای موحد و موحده من از این مسائل بزرگ که مسائل خطرناک است و به انسان به این دچار شود خیلی عاقبت بد دارد و زندگیش هم زندگی خوب نمی شود، همه وقت در غم و اندوه و همه وقت در نافهمی، زیرا که قلبی که در اون نفاق است به ذکر الله وی مطمئن نمی گردد، زیرا که در درون او کفر است. الله میگوید که علا بذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باشید که به ذکر الله قلبها مطمئن میگردد، اما قلبهای منافقین مطمئن نمیگردد، زیرا که نفاق دارد و نافهمی ها دارد و به این قرآن ما 100% ایمان ندارد یا که ایمانش کامل نیست به سبب اینکه عملهای نفاق در او دیده می شود یا که با او دچار عملهای نفاق شده است. بارک الله فیکم. الله سبحانه و تعالی ما را توفیق میدهد که این درس بزرگ و این مسئله بزرگ را تا به آخر رساندن توفیق بدهد و بر ما کمک بکند و ما را اول خود بنده را اصلاح بکند و فرزندانم را اصلاح بکند و برادرهای نزدیک مرا اصلاح بکند و پدر و مادر مرا و پدر و مادری برادرهای مرا و فرزندان برادرهای مرا اصلاح بکند، زیرا که با اصلاح کردن خود نفسهای خود انسان را دعایش را الله قبول میکنه، مستجاب الدعا میگرد. وقتی که انسان موحد صالح است دعا از او قبول میشود و انسان اگر منافق شد و به گناه های بسیار مبتلا شد او مستجاب دعا نمیکند. مستجاب دعا همانهایی هستند که اولیاء الله هستند، آنها عملهایشان از ریا و از عملهای منافقین پاک است و آنها را دعایشان را قبول میکند و این سبب این مسئله را آموخته و این عملهای را که در این عملهای منافقین داخل می شود انسان دور می شود. وقتی که می آموزد انسان بارک الله فیکم بعد از این صالح می شود و محبت الله در دلش بسیار می شود و محبت دین الله و محبت مسلمان ها و بغض و کینه و عداوت مشرکین بیشتر می شود. اما در دل نفاق باشد و نفاق دلت را پره احاطه کرده باشد، بغض و کینه و عداوت بر دین الله و بر مؤمنین و دوست نمیداری امرهای الله را و بعد میبینی و به تمسخر میگیری و سبب این عملها سبب میشود که انسان هلاک بگردد. بارک الله فیکم. از همین سبب این موضوع بزرگ را اختیار کردیم و این یک مقدمه بود که چرا ما این موضوع را اختیار کردیم. بارک الله فیکم. اگر که سبب های کمش را ذکر کردیم به قدر استطاعت ذکر کردیم و ان شاء الله در درس های گذشته از تمام جهتش ان شاء الله این مسئله را برای شما مطرح میکنیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير.
اگر برادرها خوب نباشید دست بردارید که یک کس دو کس باشیدم 10 کس باشیدم مسئله و یک برادرم مسئله بدعت دوام تیم برادرها. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. چون دارم برادرم خوبه؟ الحمدلله. سلامت چخیر؟ جزاک الله خیرم برادر عزیزم. الله استون میکنه. و ایا که شما رو نیست. یک سوال بود. منم بفرمایید برادر. بعضی میگه یک بچه میگه عذر میگه هجرت میگه فرض عین شده دیگه میگه خب ما کجا با یا اصلا نمیتونه هجرت کسی هجرت نمیکنه میگه ایمونش چی نمیشه میگه. بله هجرت از تاجیکستان فرض عین شده است. زیرا که در تاجیکستان تمامی الو سلام علیکم. و علیکم السلام. محمد خوبی سلامت است؟ الحمدلله خوب هستم. همین سوال رو جواب کرد. چی سوال بود؟ میگه در تاجیکستان میگه هجرت فرض عین شده دیگه میگه کسی هجرت نمیکنه میگه دینش چی نمیشه میگه قبول نمیکنه الله. اولا بارک الله فیک در مسئله که دینش قبول می شود نمی شود شیخ انشاءالله وای نشوید نبروید. من با پرون میفرم بعد درسی چیه دوام تید درس بدات. در مسئله هجرت اونی که دینش قبول می شود نمی شود این یک مسئله به نهایت اولاد دارد تفصیل دارد. اما در حالت امروزینه ما نظر میکنیم که امروز تمام جا دیار کفار است. دیار کفار است. کجا با کجا هجرت کند؟ یکم مسئله. دوم مسئله وقت هجرت کرد باید انسان چی شرط ها و شروط ها داشته باشه. برای اون از دیار کفار به دیار کفار انسان هجرت میکند در حال حفظ دین خود و تقوا و پرهیزگاری و ایمان خود و همچنین در همون چیز احتیاج. علما 3 شرط گذاشتن. این 3 شرطی که یعنی باید از دیار کفر به دیار کفر هجرت میکند باید یکم دین خود باید حفظ کرده بتواند. دوم یعنی دین عقیده در یک منطقه نرود که بعد عاقبت مشرک شود. دومین یعنی خود یعنی که از همون شهوات و از یعنی دیگر چیزهای مثلا گناه و معصیت حفظ کرده بتواند. سوم احتیاج داشته باشد. احتیاج درباره هم در زیر شرح اصول 3 ذکر میکند شرطی که درباره هجرت است. البته هجرت نکردن وعیدها دارد. وعیدهای سخت هستند اما وعیدهایی که به درجه کفر بردگی نیست. مثلا الله سبحانه و تعالی کسانی که در مکه موندند اونها رو به ایمان خطاب کرد. یعنی یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فایای فاعبدون. یعنی که ای بنده هایی که ایمان آورده هستید شما زمین من وسیع است در زمین من رو عبادت کنید. یعنی در زمین من هجرت کنید به دیار مدینه بیایید. اما اونها هجرت نکردند عاقبت مشرکان اونها رو به جنگ برآورد. الله سبحانه و تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم
برای اونها عذرخواهی کردند که الله یعنی چی؟ الله طرف اونها رو نگرفت و اونها رو چی گفت؟ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنت قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. این آیت در شأن انمونها نازل شده است. انسان در دیار کفر زندگی کرد، میداند عاقبت به کفر واقع میکنند کفار و مشرکین، باید هجرت بکند از اونجا. انمون صحابایی که بودند در اونجا پیش مسلمان بودند، عاقبت به شرک و کفر گرفتار شدند. از این جمله از اونها که بود، از جمله اونها عباس عمکی رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. به همین خاطر یعنی این حالت از این حالتی که امروز میگویند از دینش میبرد به این حالت رسد. مثلا در روسیه بودن کسانی که پاسپورت‌های روسیه داشتند، و جنگ اونها رو بردند، اینها علاقه به کفر واقع شدند. فهمیدید؟ یعنی کسانی که امکانیت داشتن از اونجا خارج شدن اونها، یعنی اما کسانی که امکانیت نداشتن مثلا در زندان اونها رو مجبوری بردن، اونها میتونن این بدبختا را مسئله هاشون رو بینن، خودشون هم در اونجا دیگر میمورن. اونها در هر حالت، در این حالت دیگر چه میکنن؟ اونها فقط خبیثا را قتل میکنن و خودشون هم قتل میشن. به همین خاطر این یگو مسئله نیست. بعضی جهلو میبرن کسی هجرت نکند کافر است. میگوین شریعت فقط همین به یک جهلا مونده باشه. به همین خاطر در این مسئله شما خیلی تنگ فکر نباشید. فهمیدید برادر؟ یعنی حالتش فهمیدید؟ حالتش به کدام درجه برسد بعد به کفر میرسد. فهمیدید شما؟ نه من پروسه گفتم که واسه مثلا من میاد جدا هستم که من در نگاه خیلی من میفهمم لو خیلی نماد مثلا رفرادم میکنم مثلا چیزی که دینی من به اون خیلی ضرر نمیکنه هیچ کس. همین ما هم بود دین یک چیز دیگه هم فهمید که ما دینی ما فقط رفع الیدین نیست. این رفع الیدین یک سنت است. یعنی در دین خود عمل کرده بتونید و به دیگر مسلمان ها کمک خود باشد. به کدام طریقه دعوت است، به دیگر دستگیری یک دیگر برادر مثلا باشد در گرد و اطراف پهلوی شما و دیگرها را کم کم دعوت کرده توانید. البته امروزینه حالت به همه معلوم است، دیگر حجت نیست. یک چیزی که عیان است حجت به بیان نیست. بارک الله فیک شیخ، الله یحفظکم کند درس ادامه دهید. بارک الله فیکم اخی. این ابی غربا از من شاید خفه شده باشن، لیکن برادری ازم شما والله علم کدوم برادر نوشتن که با عبدالله من سوالات بیتم بگیم. من همون سوال هایی که در من داده بودن همون به آخر رسونده نتونستیم. من سوال خودم هم حتی این خودم که برادر درست پیش پرسیدم دادنی بودم فراموش. سوال بسیار مطرح در من هم سوالو بسیار بود، لیکن منم بالو برآمدم دیدم حالت کمتر است، من پایان شدم. خیلی انشالله برادر عزیز صبر کنید. انشالله سوال هایی که ما جواب دادن میتونیم انشالله جواب میتیم. که شیخ آمدن با همه خیلی از برادرها الله سبحانه و تعالی یک حالتی رو در زمان صحابه که حتی بعضی وقت میشد که عبدالله ابن عباس از حیبت عمر ابن الخطاب رضی الله عنه گپ میزنن. بعضی وقت میشد که میگود بعضی مسئله را یک مدت‌های طولانی، یک مهلت معینه، یک حالتی را مقصد انتظار میشدم که تا اینکه سوال کنم. یعنی بعضی حالت ها میشود برای امکانیت نمیشود. انشاءالله صبر کنید. الله یستر. بعض وقت کم بودیم هم باشد برادرها عذر زیاد الله یسترتون بکند، به خاطری که از هر طرف می نویسن. بعض وقت روشون پریشون میشن، بعض وقت مقصد
سوال‌های دادن که باید الله استتون میکرد، یعنی جمع کرده خوب سوال بیتیم که تو اینکه بعد سوال دهنده هم دعوا نکنیم ما هم در نزد الله گناهکار نشیم. بارک الله فیکم. امروز از کتاب نوشته شیخ ابو محمد مدنی حفظه الله علامه خراسان، کتاب تقلید که درباره تقلید کدوم نمود تقلید جایز است، اصلا تقلید در بارک الله فیکم تقلید الله حساتون میکند، آیا الله و رسولش برای ما تقلید کردن رو امر کرده است یا که مطابقت رو؟ این چیزها رو خوانده برآمدیم. بارک الله فیکم. و امروز ما روز گذشته برای مذمت تقلید اهل توحید از قرآن دلیل ها رو خوندیم و امروز با فضل کرم الله از سنت و از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و از اقوال علما رو یعنی میخوانیم. بارک الله فیکم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اهل التوحید. بارک الله فیکم. الله سبحانه و تعالی هر یکتون رو حفظ بکند. جزاکم الله خیرا. برای اینکه به خاطر الله گوش میکنید در این نصف شب شاید به بعضی انسان ها سحر شده باشد، الله سبحانه و تعالی به هر یکتون خیر بدهد و ما رو از تقلید های کرکرانه دور بکند و چنگ زدن به توحید و حقیقت لا اله الا الله و حقیقت دینمون در اساس علم نصیب ما کند. بارک الله فیکم. حدیثی اولی که میخونیم از عدی ابن حاتم الطای روایت شده است که گفت، نگاه بکنید بارک الله فیکم اهل توحید، در همون کتاب هایی که وقتی که مکتب میخوندیم در مکتب حاتمی طای این کار کرد، حاتمی طای این کار کرد، حاتمی طای سخاوتمند بود و غیره بود، بسیار میخوندیم و نمیدونستیم که این حاتمی طای کی باشد. و ما بعد از اینکه دین رو فهمیدیم و بعد از اینکه استادان حقگو رو فهمیدیم حاتمی طای رو بفهمیدیم که این حاتم یعنی کی بود است؟ این از جمله یهودی ها که نام فرزندشون عدی هستند رضی الله عنه به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن. که عدی ابن حاتم طای روایت کردن که شده است که گفت من به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدم که در گردنم صلیب داشتم. رسول الله به من گفت ای عدی بن حاتم، این وثن را هر چیزی که غیر الله عبادت کرده می شود وثن است، از گردنت بیرون انداز. و رسول الله صلی الله علیه و سلم سوره برات را توبه می خواندند تا اینکه به این آیت رسیدند نصرانی ها از اهل کتاب علما و امام های خود را ارباب به غیر الله بر خود قرار داده بودند. ارباب یعنی رب. الله میگوید که الحمدلله رب العالمین، همه حمد و ستایش یعنی عبادت اطاعت مخصوص از آن الله سبحانه و تعالی است. فهمیدید؟ همش از آن الله است. حمد و ستایش و عبادت. العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من اقواله و افعاله ظاهرة والباطن. عبادت این چی است؟ عبادت این اقوال سخن ها است، افعال عمل ها است، باطنی ظاهری، همش به عبادت داخل می شود. که پیامبر صلی الله علیه و سلم به عدی ابن حاتم گفتن که ای عدی، همون صلیبه که یعنی همون کریسته که در گردن دوری، همون وثن رو بگیر، زیرا که همون انداختن کریست این یک عبادت است برادرها. و پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کردند که هر کجا همون کریست رو دیدید نابودش کنید. در لباساتون بینید درونید، همون جوش با قیچی درونده گرفته جوش دوزه. فهمیدید می؟ در خانه هاتون یگان کریست رو نگاه ندارید و یگان چیزی که مانند همون کریست هست رو بگیرید. بارک الله
فیکم جزاکم الله خیر. ما دوامش رو میخونیم. این یک شاید از موضوع بیرون بود، یعنی که یک مختصر یک معلومات برای شما که شاید برای شما فایده آور باشد. بارک الله فیکم. و ما گفتیم که نصرانی ها امام های خود را ارباب میگفتند. ارباب یعنی جمع رب است. فهمیدید؟ برای اینکه ارباب در اینجا آیت رو میخونیم که اینها چی هستند؟ احبار و رهبان. هم عابدانشون به خود رب میگفتند، هم عالمانشون. همین عابدانش کسایی هستند که در همون کلیساهاش می در اومدن، فقط به عبادت مشغول بودن. این دیگرش دعوتگر است. عالماش اینو دعوتگرای است که دعوت میکردن. عدی گفتم ای رسول الله، ما آنها را رب نگرفته بودیم، یعنی ما آنها را عبادت نمیکردیم. الله اکبر. در اینجا خوب اهمیت بدید و این آیت و این حدیث بزرگ رد است به مداخله. و من خواستم بنده شاگرد ابو محمد مدنی حفظه الله که همین تقلید را شیخ ما که در 4 درس تقلید را بیان کردن و این کتاب را نوشتن و شاید والله عالم در اونجا بیشتر درباره صوفی ها گپ بود، یعنی صوفی ها، اشعری، ماتریدی ها و پیروان آنها که به تقلید کورکورانه به شرک کفر و به بدعت و غیره پایبند شده بودن. اما لیکن بنده میخوام که از دیگر جهات برای شما تقلید را بیان بکنم. از جهت این که امروز این بنام سلفی میگیرد، خودشون پیرو اهل سلف میگیرد که اینها مرجعه های زمان ما که آزری های پلید است یا مدخلی ها یا و غیره که در نمازهایشان نماز رسول الله صلی الله علیه وسلم رو میخوند، یا که در لباس پوشی مثل رسول الله صلی الله علیه وسلم لباس میپوشن، یا که مسواک میکنن و بعض عملها رو مطابق رسول الله صلی الله علیه وسلم میکنن و اما در اعتقاد مقلدی مشرک گشتن و خود بیخبر هستند. و ما انشاءالله از این جهت، البته که ما مثل استادمون هر موضوع رو خوب شاید بیان کرده نتوانیم، درجه علمی ما که برای او رسیدن خیلی سالها باید ما کوشش بکنیم، اما به قدر استطاعت بنده برای شما بیان میکنم که از این طرفش که این مدخلی های نجس و این آزری های پلید خودشون مقلد گشته و مسلمان های رو که مسلمان هستند، خوب هستند، لیکن وقتی که به نزد اینها درس خوانده میبین دیگر میکن اینها مقلد کورکورانه کرده مثل خودشون و کافری مشرک میکنن و بیخبر هستند خودشون. و در این آیت هم در این حدیث هم عدی ابن حاتم یک چیز رو گفته شدن. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن که شما احبار و رهبانتون رب جای الله گرفتید. و امروز مردم ما فکر میکنن که عبادت فقط چی است؟ عبادت این سجده کردن است به غیر الله یا که قربانی کردن است، در حالی که نه همه. و مثلا صوفی ها طواف قبر میکنن و قربانی ذبح به غیر الله میکنن، به همون پیشوایشون و اولیاءشون و قبرها میکنن. بارک الله فیکم. و اما که ما امروز که گفتیم که تقلید رو از جهت گمراهی مدخلی های آزری های پلید و این جهمی های آزری هایی که خودشون نسبت نمیدهند، از این ابو صحیب و ابو مصعب قناعت و یا محمد شریف و عبدالعلیم و امثال اینها، این گمراهانی که دین الله را فروختن، این دین فروشان قاتلان هستند که پیروان اینها بارک الله فیکم، پیروان اینها انا همون کسایی هستند که در کفر شرک به اینها تقلید کردن، در اعتقاد کفری و شرکی به اینها تقلید کردن و کفار مشرکین را از سبب تقلید کورکورانشون مسلمان میخوانند. بارک الله فیکم. عدی ابن حاتم گفتن که ما آنها را عبادت نمیکردیم. عدی گفتم ای رسول الله، ما آنها را رب نگرفتیم بودیم، یعنی که ما آنها را عبادت نمیکردیم. رسول الله گفتن آیا آنها حلال نمیکردن؟
حرام کرده های الله را و شما نیز تقلید به آنها نموده حلال می شماریدید. حرام را و حرام می شماریدند، حلال الله را شما نیز به آنها تقلید نموده حرام می پنداشتید. حلال الله را عدی گفت بله همچنین بود. رسول الله فرمودند همین است عبادت آنها. الله اکبر. زیرا که العبادت اسم جامع لكل ما يحب الله و یرضى. عبادت این اسم جامع است که به او داخل می شود آن چیزی را که الله دوست می دارد و از آن چیزی که راضی است. الله اکبر. الله هم دوست می دارد و هم راضی است و هم امر کرده است که ما اطاعت از الله و رسولش بکنیم. الله میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ای کسانی که ایمان آوردید. یا ایها الذین آمنوا گم در ذهن شما ایوحدوا موحد شده باشند، کفر بالطاغوت ورزیده باشند. در ذهن شما همین باشد که مسلمان ها یا ایها الذین آمنوا ای کسانی که کفر بالطاغوت ورزیدید و یؤمن بالله و با الله ایمان آوردید. و در ذهن شما اگر نباشد که کسی که کفر بالطاغوت ندارد و کافر هست، خود شما کافر هستید. در ذهن شما شب و روز همین باشد که و در فهمیدن کلمه یا ایها الذین آمنو کسای داخل کنید که کفر بالطاغوت ورزیدند و به الله ایمان آوردند. اگر شما به ذهنتون در عقیدتون این نباشد که کسانی که کفر بالطاغوت نورزیدند هم آنها را مسلمان گفته میشد، شما عاذری هستید و شما گمراه هستید و حالا دین الله را خودتون ندر آمدید. زیرا که لا اله الا الله برای انسان میفهماند که چه کس مسلمان شده است. یعنی اون کسی که کفر بالطاغوت ورزیده است مسلمان شده است و به الله ایمان آورده است در توحید ربوبیت الوهیت و اسماء و صفات. و انا همین امروز صوفی های مشرک در توحید اسماء و صفات از اشعری ماتریدی ها کافر به دین الله شدند و کافر شدند به دین الله. و مثل بارک الله فیکم مشرکین مکه اون چیزهای رو به الله نسبت میدهند که اون صفاتهای رو نسبت میدهند که از اون صفاتها الله پاک است و اونها معطله شدند و انکار میکنند صفاتهای الله را. الله اکبر. صفاتهای الله را انکار میکنند و کافر شدند به همین صفات. بارک الله فیکم. و این حدیث بزرگ بر ما میفهماند که اطاعت کردن این عبادت است. و امروز مدخلی های مقلدی نجس، مدخلی های قاتل، مدخلی های دین فروش، مدخلی های مسلمان کش، مسلمان های بیچاره نادان را میگوید که این سردارهای دولت های طاغوتی اینها مسلمان هستند. سردارهای دولت های مسلمان نشین، حتی بعضش میگوید که ترامپ هم مسلمان است. قسم به نام الله ترامپ هم میگد مسلمان است. الله اکبر. و به اینها کسهای جاهل و مدخلی های مقلد و آزری های پلید شدن پایبند شدن. و انا همین مقلدی است و انا همین رب گرفتن انا همین مدخلی های کلان هستند. انا همین ها رو کسی که در همین مسائل مقلدی میکند و گوش میکرد، انا همین ها به خودشان رب گرفتن این مدخلی های نجس را و خودشان کافر شدن و بیخبر هستند. زیرا که در اینجا یک مسئله دیگر همین است که عدی جهل داشتند به اینکه این عملشون شرک است. فهمیدید؟ این عملشون شرک بودن و جاهل بودن. این را مشرک شدنشون جاهل بودن و نمیدونستن و جهلی آنها عذر نشد. زیرا که عدی گفتن که ما چگونه آنها رو رب گرفتیم به باری خودمون و ندانستن که انا همین عمل کردشون شرک اکبر است و اینها رو کافر کرده است و اینها مشرک شدن. الله اکبر. و در این مسئله به مدخلی های نجس و مقلدان مشرکینشون رد بزرگ است. فهمیده؟
رد بزرگ است در این حدیث که مقلدی به کفر و شرک و ندانستن اینکه این کفر شرک است تو را ایمن نگه نمی دارد و تو را از ملت اسلام خارج میکند. وای بر حال کسایی که کورکورانه مقلدی میکنند از کفر شرک. پناه به الله، در حالی که الله گفت که فعلم انه لا اله الا الله، بدان، بیاموز، بفهم که نیست معبود بر حق بجز الله. زیرا که نگاه بکن این بدان بفهم کلمه خالی نیست. در اینجا الله گفته است که توحید را بیاموز، کفر شرک را بیاموز. اهل توحید را بدان و اهل شرک را بدان و با اهل توحید چگونه معامله کردن را بدان و با اهل کفر شرک چگونه معامله کردن را بدان که این اصل و اساس دین ما است. فهمیدید مسلمان ها؟ فهمیدید این لا اله الا الله چیزی خالی نیست. به خاطر این تمام رسولان آمد که در سوره انبیا الله سبحانه و تعالی آیت 25 میگه یک تا پیامبر نه، تمام پیامبران به همین خاطر توحید آمدند و دنیا به خاطر توحید آفریده شده است. فهمیدید؟ و امروز صوفی های مشرک گپ برآوردن که گویا که به خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم آفریده شده. این دروغ است و من صوفی های عرب را گوش میکنم. کفار مشرکین خیلی مکار هستند، شیطان های زنده هستند. بینید بگون به خاطر چی آفریده شد؟ میگو پیامبر صلی الله علیه و سلم زیرا که الله امر کرده است که متابعت از پیامبر ما شد. وای جاهل، مگر امر نشده بود که متابعت از نوح علیه السلام کرده شد، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام؟ الله اکبر. اینا جهلشون تو این قدر است که سمون بکمون هم فهم لا یرجعون فهم لا یعقلون. آنها گونگان و کران هم که نمیشنوند و نمیفهمند. فهمیدین؟ عقل کرده نمیتوانند، کوران است، نمیبینند حق را. و الله در این سوره میگه که سوره انبیا آیت 25 نگاه بکنید. امروز این ملاهای شکم پرست و این ملاهای دین فروش، این مسلمان ها، آیا به شما این مسئله را چقدر مهم بودنش رو گفتند که لا اله الا الله باید آموخته شود؟ زیرا که به خاطر لا اله الا الله تمام پیامبران الله فرستاد و اما به جای این شب و روز با شما بحث میکنند و فکرهای شما رو بند میکنند با مسئله های فروعاتی. بالای مسکی ماسک کشیدن جایز است یا نیست؟ نسکی غفص باشد، باریک باشد، دراز باشد، کوتاه باشد، در کجا باشد؟ این در این عمری که ما دیدیم این حالو تمام نکردن. اینها حل مسئله به اومده نرسیدن، زیرا که حتی یک کتاب هم ننوشتن که این مسئله چه حل میشه. زیرا که اینها علم ندارن حداقل در همین مسئله. زیرا که اگر کتاب های فقهای کشایند و از کتاب دلایل بیارند قول اینها خودشون کنده میشه. و اما که اینها طاغوت پرستند و اینها اصل اساس دین ما رو نفهمیدن که این لا اله الا الله است و مطابقت کردن از قرآن و سنت است و اینها به تقلید و به چیزهای فروعات ذهن من شما رو بند کردن. در حالی که الله میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. و ما نفرستادیم و ما پیش از تو هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر آن که به سوی او وحی فرستادیم که هیچ معبود بر حق غیر من نیست، هیچ معبود غیر من بر حق نیست، پس مرا پرستش بکن. الله گفت که غیر من معبودی بر حق نیست، مرا پرستش بکنید. من یک سزاوار پرستشم. فعبدون و یگانه الله را عبادت کنید و عبادت رو هم برای من شما نفهماندن که اطاعت عبادت است، تقلید عبادت نیست. و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. شما شاید گفتید که
برادرها که از کجا دلیل میبری یا که شما شاگردای ابو محمد مدنی اطاعت رو همه وقت عبادت میگوید و ما رو به سبب اطاعت کردن تواغید مشرکمان میگوید؟ الله میگد و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. هر کسی که اطاعت از الله و اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم کرد انا همین به فضل بزرگ نائل میگرد. الله اکبر. چرا؟ زیرا که آنها عبادت کردن. بزرگترین عبادت از اطاعت سر می شود. اگر اطاعت نباشد نماز انسان نمیخواند، اگر اطاعت نباشد انسان زکات نمیدهد، اگر اطاعت نباشد انسان از حج نمی کند، روزه نمی دارد، از محرمات الله دور نمی شود. برای چی ما مسلمان ها از شرک دور شدیم؟ زیرا که و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. هر کسی که اطاعت از الله و اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم میکند به فضل بزرگ نائل میگردد. و الله و رسولش تمام پیامبرانش چی گفتند؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بتحقیق به تمام امتون رسولان رو فرستادیم. اطاعت رو نگاه کنید چگونه اطاعت است. اطاعت رو با نهی الله و به خاطر چی فرستادن پیامبران هر چه یکجا کرده باید بتوانید مسلمان ها. زیرا که الله گفت که هر کسی اطاعت از الله و اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم میکند به فضل بزرگ نائل میگردد. و الله پیامبران رو فرستاد و پیامبرانشان در قرآن و در کتاب‌های آسمانی در وحی که به آنها میشد همهشون گفتند که و الله گفت که ما نفرستادیم ولقد ما فرستادیم ولقد بعثنا به تحقیق مبعوث کردیم رسولان رو فرستادیم. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا در همه امت رسول رو که ان اعبدوا الله یگانه الله را عبادت کنید و اجتنبوا الطاغوت و از طاغوت اجتناب ورزید. دیدید اجتناب ورزیدن این امر الله است. این اطاعت است. این اطاعت است. هر کسی که از زمین اطاعت کرد با فضل بزرگ نائل میگردد و هر کسی که اجتناب از طاغوت نورزید سرکشی کرده است از امر الله، از اطاعت الله. و هر کسی که به خاطر این علمای سود تواغید رو مسلمان میگوید و آنها رو اولوالامر میگوید، اینها اتباع از قرآن نکرده است بلکه مقلدینه که به شرک کفر مقلدی کردن. از همین جهت مدخلی ها مشرکن، آزیری های پلید از همین جهت مشرکن. زیرا که الله گفت که از طاغوت اجتناب ورزید. نگاه بکنید قبر پرستی آیا به طاغوت داخل میشد؟ بله، اجتناب از طاغوت ورزیدن از قبر پرستی دور شدن است. زیرا که انا همین مشرکینی که دور پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن انا همونها بتهایشون رو به خاطر آن می پرستیدن که به الله نزدیک شوند. و امروز چگونه که محمد ابن عبدالوهاب در کتاب 4 قاعده شون میگویند مشرک زمانی ما میگویند بدتر از مشرکین زمانی گذشته، یعنی مشرکین، زیرا که میگویند مشرکین زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم شرک می‌ورزیدند فی الرخاء، در حالت‌های عیش و عشرتشون، یا که زندگی که در اوجه مشکلات ها نداشتند. فهمیدید؟ اما فی شدتی، در شدت، در ترس و هراس، در یگان چیزهای ناکامی میگفتند که الله دفاع میکند. دلیل کنید. دلیل الله سبحانه و تعالی خودش میگه. یکی میخونیم و دیگری که همه مدخلی هایم صوفی هایم این رو نقل میکنند، اما صوفی ها و مدخلی ها به این درک نمیکنند. و آزیری های پلید دین فروش
و قاتل های مسلمان ها و نصرت دهنده کفار مشرکین به این درک نمی کنند و از سبب جهلشون، از سبب تقلیدشون فقط مسلمان کشی، قتل مسلمان، تجاوز مسلمان با دست کفار و مشرکین چکار آوره است. الله میگوید سوره نجم آیت 91 والله اعلم که الله میگوید فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون و هنگامی که رکبو فی الفلک در انمون کشتیاشون سوار بودن و به یگون مشکلات روبرو میشدن دعوا الله مخلصین له الدین و الله سبحانه و تعالی را دعا میکردن در دینشون خالصانه. خالص یعنی چی؟ از شرک و کفر، یعنی انا همون بتاشون یگون بار چی نمیگرفتن، برای خود اصلی نمیگرفتن. فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون و هنگامی که از بحر از همون چشون نجات میافتن چکار میکردن؟ گشته با مشرک میشدن. اما امروز مشرکین زمان ما این مطلعی های مقلدی نجس در همه وقت خیالشون در همین است که کفار مشرکین به مسلمان ها رو بشناسیم، با همکاری با کفار مشرکین بکنیم. تمام کار با کفار مشرکین است. راضی کردن کفار مشرکین، دوست داشتن آنها، به خاطر آنها بغض عداوت کردن، به خاطر آنها کشتن مسلمان ها، همیشه این مقلدین مشرکین مقتلی ها و آزری های پلید جمع کردن. بارک الله فیکم. و دیده استودید شاید بعضی برادرها بگن که این در یک حدیث اینقدر این ابو عبدالرحمن گپ میزند، زیرا حدیث یک حدیث بزرگی است که تقلید را خوب میفهماند که تقلید در کفر شرک تو را نجات نمیدهد، حتی جاهل باشی مشرک میشوی. و میفهماند که تقلید نباید کرده شود بلکه اتباع باید کرده شود، که در اتباع رحمت است و در تقلید در کفر شرک در اصل دین این لعنت الله بر بالات است، غضب الله است، جهنم است عاقبتش. لیکن اتباع چه است؟ فضل بزرگ به نایل گشتن است. اتباع است که کرده شود از الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم. بارک الله فیکم. در دوام سوره نحل الله میگوید نگاه بکنید این مسلمان ها متابعت کنندگان، الله میگوید کسایی که به انامین آورده بارک الله فیکم، کسایی که از اون چیزی که پیامبران اومدن به همین متابعت کردن احوال آنها رو بینید. اصحاب کهف رو بینید و هر امتی رو که به پیامبران پیروی کردن وصف آنها رو الله کرده است. الله میگه که فمنهم من هدی الله و از آنها کسایی بودن که الله هدایتشون کرد. هدایت رفته این جنتی است، عاقبتش جنت است، رضای الله است. فمنهم من هدی الله و منهم من حقت علیه الضلاله و از آنهای که الله هدایت کرد با فضل هدایت، با فضل کرم و مهربانی الله. اما گمراهی به ظلم نه، در اساس عدل الله است. فهمید؟ الله عادل است و الله گمراه نمی کند همون کسی که خودش گمراهی را اتباع کرده باشد و کسی که هدایت بخواد الله او را گمراه نمی کند. در حالی که حدیث صحیح است که انسان اگر وقتی که قدم زنان به نزد الله بیاد، الله دوان می بیاد به نزدش. فهمیدید؟ الله اکبر. و کیفیتش خودی الله میدونه، زیرا که پیامبر همچنین برای ما بیان کرده. فهمیدید این مسلمان ها ای اهل توحید؟ الله گفت که در دوام فمنهم من هدی الله و منهم من حقت علیه الضلاله و از آنها کسانی بودن که الله هدایتشون کرد و از آنها کسانی بودن که الله
هدایت یافتگاه به فضل و کرم نعمت الله و گمراه شدگاه به بارک الله فیکم به عدل الله سبحانه و تعالی. در دوامش چی میگه؟ نگاه بکنید کسایی که اطاعت از همین دو چیز نکردن. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین. بگردید در روی زمین و نگاه بکنید چگونه چی است عاقبت دروغ شمارندگان. فرعون حالت شبینید، نمرود حالت شبینید، ابو جهل حالت شبینید، ابو لهب حالت شبینید. شب و روز لعنت بر بالای آنها نمی بیاد. فرعون علیه اللعنه، ابو جهل علیه اللعنه، تبت ید ابی لهب و تب. شب روز میلیاردها بار این سوره خونده میشه. هلاک باد هر دستان ابو لهب که الله لعنتش کند، با قهر جهنم باز عذابش زیادتر کند که محبوب ما رسول الله را صلی الله علیه و سلم را با زنش عذاب میداد. زنش خار میچوشید در تگی امون کوم، در همون خاکی که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم راه میگشتن همون خارها بیدرد و خودی خبیثی ابو لهب در بازارها پیامبر رو سنگ میزد، پیامبر رو دروغگو میگفت، فقط آزاری ازت میداد. فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین. دروغ شمارندگان که این چیزی که رسولان آوردن همین دروغ شماردن، عاقبت اینها ببینید. و شما مدخلی های مجوسی و ای آزری های پلید در بالای این آیت تدبر بکنید، تفکر بکنید. شما امروز به طاغوت‌ها رو مسلمان میگید، شما دروغ شمارندگان قرآن هستید و آنهایی که پیش از شما دروغ شماریدن این آیت ها را، حالشون را نگاه بکنید، توبه بکنید پیش از مرگتون. زیرا که همین مشرکین مکه همونهایی هم میگفتن که ما در ملت ابراهیم هستیم، در دین ابراهیم هستیم، ما هم مسلمان هستیم. الله اکبر. اما اونها مشرکین بودن، زیرا که ابراهیم هم آمدن گفتن که از طاغوت ها دوری جویید. برای اینکه شما مردم را بگید که از طاغوت ها دوری جویید، شما این مدخلی های مقلد مجوسی، این آزری های مقلد پلید، شما به محبت قبر پرستان و به محبت دشنام کنندگان الله ما را دعوت میکنید و مدخلی های مجوسی و آزری های پلید به مقلد به دعوت میکنید به چی؟ محبت تواغی، دوست داشتن آنها، نصرت دادن آنها بر ضدی که علیه مسلمان ها. الله اکبر. الله اکبر که از فتنه شما ما رو به سبب بنده اش ابو محمد مدنی حفظه الله علامه خراسان نجات داد. سبب شد که این حق گو ما حق فهمیدیم، اگر نه ما در گرداب شما چرخ میزدیم. اما بنده اگرچه من شما مدخلی های پلید رو از روزی که نامتون رو شنیدم قبول نداشتم، از روزی که نامتون رو شنیدم با شما دشمن بودم. الله کند که مرا تا روز قیامت با شما دشمنی بکنم. با شما دشمنی کرده الله خودش رو مرا به خودش الله نزدیک و برادران مرا و این را عبادت میدونم. الله شما را نابود بکند. هر یک کس که دشمن است، دشمنی تا در نزد الله اعلام بکن با من. دوست میدارم که تو دشمن با من باشی، برای که ما باید حقیقت توحید را بفهم و درک بکنیم. همان وقت موحدین خوب درک میکنن که دشمن شما ابلیسان را علنا بینن. و امروز چگونه است که مردم عادت کردن که همه چیز را خوبتر بدونن. حتی که ابراهیم علیه السلام میگن که بارک الله فیکم، الله به میگن که برای من نشان بده که چگونه مرده رو جمع میکنی. الله میگه که باور نداره، لیکن ابراهیم علیه السلام میگن باور دارم. لیکن خلق انسان همین است که وقتی که میبیند همین چیز رو باز 100% یقینش زیاد میشد، یعنی دیگرگون میشد انسان. برای همین شده شما با ما، حال خصوص با من، دشمنیتون رو اشکار که من با شما دشمن هستم. شما
من چرا این سخن را میگم؟ به خاطر اینکه نشود که من به شما محبت داشته باشم که با همین سبب غضب الله بر بالای من بیاد. زیرا که شما مشرکین هستید، زیرا که شما کفار هستید و زیرا که شما دین فروش هستید، از قاتلان هستید، دین الله را فروختید. فهمیدید از اهل توحید؟ در اینجا نموده است که موحد مسلمان دشت میتی درویش ده. درویش علیه لعنه است. درویش یک مشرک است، دین فروش، قاتل است و این مسلمان شدگی نیست. یا که مسلمان شده باشدن بازگشته مرتد شدگی است. الله لعنت چی بکند؟ او زبان درازی بر قرآن و سنت و بر مسلمان ها میکند. تواغد را بالا از مسلمان ها میدوند. کرک دل پرست را، قبر پرست را، سنگ پرست را مسلمان میدوند. الله اکبر. و با این شما را مشرک میکند و شما خود شما بیخبر هستید. بارک الله فیکم. با همین یک حدیث امروز توقف میکنیم. فردا دوامش را ان شاء الله باذن الله میخونیم. یا که حاضر نگاه میکنیم که در دوامش با یگون چیز دیگه باشد میخونیم. الله سبحانه و تعالی حفظتان میکند. بله همین چیزش رو میخونیم. بارک الله فیکم. همین تا آخرش میخونیم که بعد این حدیث آوردن که این حدیث در صحیح سنن ترمذی با رقم 3095 و دیگرها طبرانی و بیهقی و غیره اینا ذکر کردن. یعنی اهل کتاب مسلمان بودن تا همون زمانی که با علمای خود تقلید نمودند و حرام الله کرده را حلال و حلال الله کرده را حرام شماریدند و کافر شدند به سبب کفر و ضلالت آنها تقلید بود. الله اکبر. چی؟ یعنی اهل کتاب مسلمان بودند و به سبب تقلیدشون الله مشرکشون کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله مشرکشون کرد. بارک الله فیکم. تنبیه: چگونه که امروز در تاجیکستان میبینیم که علمای طاغوت پرست شب و روز مردم را به سوی تقلید دعوت نموده آنها را از قرآن و سنت باز می‌دارند و با واسطه تقلید مذهب جهمی طاغوت پرستی خود را زنده نگه می‌دارند. تقلید این یک نقاب است که ماتوریدی و اشعری ها به چهره خود کشیدند و با واسطه تقلید حق را مذهب سلف صالح را انکار می‌نمایند. هرگاه خواستی به قرآن و سنت عمل نمایی تو را باز می‌دارند و میگویند که مقلد هستی. مذهب تو در فقه حنفی، در عقیده ماتوریدی و در طریقت صوفی هستی. اتباع و عمل نمودن بر قرآن و سنت بر تو درست نیست. اگر پیروی از قرآن و سنت کردی پس تو بی مذهب یا سلفی یا تهمت‌های شر را بر بالای تو روا می‌بینند. زیرا شیطان آنها را گمراه کرده و تقلید را مصدر دین آنها قرار داده و به واسطه همین تقلید دین را عوض نمودند. الله المستعان. الله اکبر. نگاه بکنید در اینجا شیخ ما حفظه الله علامه خراسان صوفی ها را ذکر کردند، اما بنده امروز مدخلی ها را ذکر میکنیم و آزیری های پلید را که وقتی که از قرآن عظیم شان دلیل میبیاری که الله در یگان جای قرآن مشرک را مسلمان نگفته است و یگانه موانعی که اون چیزی که از تکفیر شدن انسان ها منع میکند این اکراه است ذکر میکنی. میگوید شیخ ما مصطفی عدوی فلان سخن را گفت و شیخ ما ربیع هادی مدخل فلان سخن را گفت و شیخ ما سلیمان روحیلی خبیث الله نابودش کند، الله تیستر زبانهایش را قاق بکند که به دست او چقدر انسانها را گمراه کرده است فلان گفت، اسمدان گفت. فقط تقلید به کفر شرک از علمای طاغوت پرست، از علمای دین فروش، از علمای قاتل، از علمای مسلمان. الله شما را نابود بکند. فهمیدید ای مدخلی های مجوسی و ای کسایی که کورکورانه از او پیروی میکنید، از آنها
مطابقت میکنید غضب الله بر بالای شماست. توبه بکنید. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. صحبت بشه برادرها صحبت کردنی باشید. خیلی بیماری هم خوب نباشید. الله ستون درویش عین طاغوت پرست است. کسی که اردوغان نجس رو از مسلمان ها بالا میدوند و قبر پرست ها رو مسلمان میدوند یا طاغوت پرست نه، عین طاغوت پرست است. درویش یک کذاب شیطان است. از او من شما به توصیه من همین است که پروستو برای یک سنجش درویش، شما درویش وقتی که فتوا میگوید یک بار مرد شده زبانتان دراز کرده از درویش پرسین که همین از کدام کتاب گفته شده، از کدام صفحه است، کدام رقمش، بیا من بنویسم. و همین حدیثی که تو آوردی مثل تو کی فهمید؟ ابو حنیفه فهمیدن، امام مالک فهمیدن، امام کی فهمید؟ یک بار از همون بپرسید حالی شما رو چیکار میکرد؟ همین حقارت رو کرده شما رو شاگرد ابو عبدالرحمن گفته یا که ابو محمد مدنی گفته دفعتون میکنه، جواب زنی نمیمونه. پروست همین کار بکنید. شما بگید که درویش من سوال میتم لیکن در دستم کتاب یعنی روچکه دفتر هست، قلمم در نزدم که تو هر سوال جوابش میگویی من باید نوشته بگیرم که در کدام کتاب است، در کدام صفحه است و حدیثی که تو میگویی، آیتی که تو میگویی مثل تو کی فهمید است. فهمیدید؟ وای با گفتن حدیث هر زمان یعنی بغیر فهم او فتوا میتد برای شما. نجس است. وای ما رو 100 بار کافر میگه تو فراموش کردی. ایمو تو بالا برای یک بار من با شما صحبت بکنم، بالا بره. از پایان نوشتم برای شما چی فایده است. بالا بره. بالا بره. بله که ایمو شما نباید از نجس های از مشرکین چیکار بکنید. نه ابو درویش داده رو نمیگم. ای کرا میگم او درویش دیوانه دیگر است. شما همون ایموی نیست که همون ملایم گام میزنید من کلونم بود. این باشد الله شما را هدایت میکنه. حالا شما نفهمیدید که حق رو. الله بارک فیکم. همتون مشربای خوش. من چی گفتم اونها رو؟ من اونها رو فقط زن فروش و دین فروش میگم. بله اینها زنهای خودشون را فروختن، دینم فروختن، مادراشون را فروختن، تمام مسلمان ها رو فروختن. و کار اینها از فروختن مسلمان ها. الله خارش میکند. امروز هم رفتم او یگان سوال با جواب نمیده و درویش زنده دروغ میگد، فقط کذاب. ما در جانب حق هستیم الحمدلله. ما حق الا من شهد بالحق و هم یعلمون. الحمدلله ما هر یک سخنمونه انشاءالله دلیلش میبریم و چیزی که ندانستیم از او صحبت نمیکنیم. کی من چی رو که نمیدونم گپ نزنم. من دیدی او شاگردش همین تو نبیدی این ما نوشته که تانه زدی که تانه زدی کدامش تانه زد که اینجا ابو عبدالرحمن به سوال میتیم او نمیدوند ما رو پیش درویش میفرستن. این کذابی است. پیش درویش فرستادم. من کسی رو پیش درویش نمیفرستم. فقط اما میگم که سوال نمیدونم استاد بیان میدیم. این رو در حقیقت میگم به خاطر اینکه منم مثل درویش جواب داده میتونم. ها نه این خیلی است، اون خیلی است.
لیکن نمیخواهم که چیزی که من برای شما کتاب صفحه رقمش پیشنهاد کرده نمیتونم برای شما بگویم و این رو انشاءالله برای خودم اجازه نمیتم که در دین الله اون چیزی رو که علم ندارم برای شما بگویم. الله اعلم همین است، این که سلف این کارو کردن و ما هم باید این کارو بکنیم و این بغیر علم در دین الله فتوا دادن یا سخن کردن حرام است. شما هر چی میگوید نمیگه رفته گفتن بگیرید. 100 بار بیاد 100 بار ندونم میگم نمیدونم چیکار بکنم.